برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی که برنامه دیدگاه است و امروز برنامه را با هم گرفته میبریم. منبر شما نیز هست. امروز ما در برنامه درباره هجوم کرونا ویروس به تاجیکستان صحبت میکنیم. خبر داشته باشید از 21 ایون این طرف باز رسما اعلان شد که در تاجیکستان کرونا ویروس پهن شده ایستاده است و اما ما تقریبا قریب 2 ماه هست که این مسئله رو پیگیری میکنیم و هر روزه خبرها آمده به ما میرسند که در منطقه های گوناگون کشور کرونا ویروس سرایت کرده ایستاده است و چرا در طول 2-3 روز اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان و رسانه‌های دولتی از زیاد شدن تعداد گرفتار شدگان به کرونا ویروس خبر میدهند، اما رقم‌ها را نهایت کم نشان میدهند. ببینید تماشاگران عزیز، حالا در خودی چند منطقه های تاجیکستان گفته می شود که خیلی زیاد مردم به کرونا ویروس گرفتار شده ایستاده‌اند و چند از نفرانی که طرفدار و جانبدار این سیاست حکومت که رقم را کم نشان داده ایستاده است، از گرفتاران گزارش نداده ایستاده است و ما گفتند که شما بسیار سیاست را صرف هم نمی روید. این یک سیاست خوب است که تعداد گرفتاران با کرونا ویروس را کم نشان داده می شود و واهمه ضررش بیشتر است. برای همین این سیاست خردمندانه است که تاجیکستان این تصمیم را گرفته است که رقم را کم نشان دهد، یعنی دروغ بگوید و تعداد نفرانی که گرفتار شده اند کم نشان دهد و نگذارد که مردم بیمار شده گرفتار شده به کرونا ویروس به بیمارخانه بیایند. و اکثریت آنهایی که عین حال از بیماری شکایت کرده ایستاده‌اند، بیمارخانه های تاجیکستان گفته ایستاده‌اند که در خانه اتان بمانید، ما به شما طبیب میفرستیم، اما متاسفانه عده هم تا رفتن طبیب جان به جان آفرین سپرده ایستاده‌اند. یک نفر به ما از این طرف شن خبر دادن، گفتن که یک نفر بیمار می شود، به خانه می بیاید، به نهایت وضعیتش وزمین می شود و همسر این نفر به برادر شوهرش خبر می دهد که برادرتان بیمار شده است و کمتر وضعیتش خراب است. این برادر می خواهد خیر امشب گذرد، فردا به دیدار بینی می رود. وقتی به دیدار بینی می رود، هم شوهر و هم همسری او را، یعنی هم برادرش و هم همسرش را مرده در می یابد. حالا این واهمه است و واقعیت دارد. به ما تاریک است چون که ما در تاجیکستان نیستیم. این خبر به ما آمده همین خیلی رسید و از چند طبیبان که ما سوال کردیم پرسیدیم گفته ایستاده اند که به نهایت شرایط در تاجیکستان وزنین است و نفرانی هستند که نه سلفه دارند، نه تبشان بلند می شود، بدون یگان نشانه کرونا ویروس آنها به این بیماری گرفتار شده ایستاده‌اند و فوتیده ایستاده‌اند. برای همین هم این خبر خیلی نگران کننده بود و ما رو خیلی نگران کرد و خواستیم که امروز برنامه رو مخصوص درباره همین هجوم کرونا ویروس، هجوم نوی، یعنی اقرار شده مقامات تاجیکستان به این هجوم دوباره کرونا ویروس صحبت داشته باشیم. حالا ببینید از ماه فوریه سال گذشته این جانب کرونا ویروس در تاجیکستان
سرایت کرده ایستاده است و چندین طبیبان در یک بین گفتند که کرونا ویروس در واقع از تاجیکستان فرار کرده است و سبب های فرارش را هم گفتند که به خاطر چی این بیماری از تاجیکستان فرار کرده است و بسیاری از بسیار گفتم خطا کردم ببخشید ایده از طبیبان که مائل به سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان هستند گفتند که واقعا زور کرونا ویروس در هجوم به تاجیکستان نرسید و حکومت تاجیکستان با سیاست خردمندانه اش به کرونا ویروس غلبه کرد، غالب آمد و امید هم بردند که دیگر کرونا ویروس به تاجیکستان بر نمیگردد. این هم در حالی بود که باد و هوای تاجیکستان با باد و هوای ازبکستان قریب که یک خیل است. باد هوای تاجیکستان با باد و هوای قرغیزستان قریب که یک خیل است. با ترکمنستان قریب که یک خیل است. با قزاقستان قریب که یک خیل است. یگان دیگرگونی نیست. یگان قریب که دیگرگونی در باد و هوای این کشورها دیده نمی شود. اما ازبکستان هر روزه قریب از گرفتار شدگان به کرونا ویروس گزارش می دهد، از فوت دیدگان از کرونا ویروس گزارش می دهد و حتی امروز از گرفتار شدگان به کرونا ویروس شتم نوی هندوستان که در هندوستان نوی کرونا ویروس نو پیدا شده از آن خبر دادند. گفتند که نهایت شرایط وزنین است و هم گفتند که با تمام وجودی هستی ما این مسئله را پیگیری کرده ایستادیم و برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس همه تدبیرها را اندیشیده ایستادیم. در تاجیکستان ما نسبت به جمهوری های همسایه سیاست با مبارزه با کرونا ویروس فرق میکند. جمهوری های همسایه هم گزارش میدهند که چند نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند، چند نفر فوت دیدند، چند نفر شفا یافتند و هم یکسان مبارزه میبرند، یک خیل هر روزه بدون هیچ قطع کردنی مبارزه. در تاجیکستان باشد چی؟ در تاجیکستان باشد تا حکومت مجبور نشود وجود کرونا ویروس رو به گردن نمیگیرد. حالا هم رسانه ها گفتند 100 نفر گرفتار شده است، طبیبان گفتند که واقعا گرفتار شدگان به بیمارخانه آمدند، مراجعت کردند و همین خیل در شبکه های اجتماعی چندین خبرهای هم انتشار شد که طبیبان گفتند که میترسند از آن که وجود کرونا ویروس را اعلان کنند و میترسند از آن که نفرانی که با بیماری و با گرفتاری به کرونا ویروس به آنها مراجعت کردند آن را به رسانه ها بگویند. یک نفر که از وجود کرونا ویروس در تاجیکستان به قریبی یک طبیب گزارش داد، او بیچاره را از سمتش خارج کردند، از وظیفهش سبکدوش کردند. اعلان کردن بیماری و گفتن این بیماری که به همین بیماری یک نفر گرفتار شده است یک نمود سیاست شده است. این هم یعنی باید یک نفری که به یک بیماری گرفتار شده است به سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان نگاه کند که به همین بیماری گرفتار شدن گفتن یک نفر، یا اینکه دکتر هم به سیاست جمهوری تاجیکستان باید نگاه کند که یک نفر به همین بیماری گرفتار شده است گوید اول پیش از آن اندیشه کند که حکومت جمهوری تاجیکستان به این گپ راضی است یا نه. فهمیده شدید؟ باید هر نفری که بیمار می شود در تاجیکستان، هر نفری که بیمار می شود یا دکتری که بیمار قبول می کند باید از حکومت، از کمیته امنیت اجازت بپرسد که همین نفر همین خیلی بیمار شده است، من از رسانه ها پرسد گویم یا نگویم.
همین نفر بیمار شده آمده به من مراجعت کرده ایستاده است که مرا به بیمارخانه قبول کنید، طبابت کنید، حالتم نهایت وضعی است. به بیمارخانه قبول کنم یا نکنم؟ اول حکومت اجازه داده نشتر کن. حالا سیاست حکومت این است که به بیمارخانه کرونا ویروس گرفتار شدگان را اجازه ندهید همه در خانه اش طبابت گیرد. با آنهایی که دست طبیبان میرسد طبابت یک نمود غمخواری میگیرند، با آنهایی که دست طبیبان نمیرسد در خانهشان مرده میروند. به هر حال مرده رفت گزارش نمیشود. تعداد گزارش که گرفتار شده بگم با کرونا ویروس کم نشان داده می شود. امروز طرز گزارشی رسانه های دولتی رو ببینید. همگی 11 نفر گرفتار شدند. همگی 11 نفر. اخیر همگی 1 نفر می شود، همگی 2 نفر می شود، همگی 3 نفر می شود، همگی 11 نفر نمی شود. یعنی همگی گفتن گپ چی گپ است؟ ما فرض کردیم 1100 نفر رو انتظار بودیم که به کرونا ویروس گرفتار میشوند، یا 11000 نفر رو انتظار بودیم که به کرونا ویروس گرفتار میشوند، یا 110 نفر رو انتظار بودیم که به کرونا ویروس گرفتار میشوند. اما همگی 11 نفر گرفتار شدند و تمام. طرز خبرسازی رو ببینید. یعنی از همین جا برمیآید که حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست دارد که یعنی شماره واقعی گرفتار شدگان به کرونا ویروس رو نمیخواهد رسانه‌ای شود. یعنی این گونه سیاست دارند که میگویند این واهمه مردم رو به تهلکه میاندازد و هکذا. ببینید، واهمه نکردید، مردم رو به تهلکه نانداختید. مردم باور کرد که واقعا گرفتار شوی، سطح گرفتار شوی به کرونا ویروس سست است. 10 نفر 11 نفر در تمام مقیاس جمهوری هیچ گپ نیست. در کشورهای دیگر مردم 100 نفر و 1000 نفر در روز مرده رفته ایستاده است. هیچ گپ نیست. میبراید خودش رو به جامعه میزند، به بیرون میزند، به گرد اطراف میزند و این بی‌پروایی سبب میشود که کرونا ویروس بیشتر پهن شود، بیشتر سرایت کند. این طرفی مسئله را حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب نمیگیرند، یا اینکه به حساب میگیرند، میدونند که همین سیاستشان خطا است اما از بعضی چیزها میترسند. مثلا گیریم اگر حکومت جمهوری تاجیکستان گفت که کرونا ویروس در تاجیکستان بیشتر سرایت یافته ایستاده است، شاید بعضی آمد و رفت ها، رفت و برگشت ها و دیگه مسئله ها پیش راهش گرفته می شود. از همین چیز حکومت جمهوری تاجیکستان هراس دارد. ولی حکومت جمهوری تاجیکستان از چند درد سر خلاص نشده است. یکی از درد سری حکومت جمهوری تاجیکستان این مهاجران کوریان که حالا به پررگی به روسیه برنگشتند، بلیط ها فروخته تمام کردگی مردم تا اول اوگوست بلیط فروخته تمام کردگی مردم انتظار به روسیه رفتنش است. تا اول اوگوست بلیط ها رو فروختند و اگر در حقیقت باز از سری نو راه ها بسته شوند، راه ها محکم شود، این بلیط های فروخته چی می شود؟ مردم خانه اش رو فروخته است، بوزو گوسفندش رو فروخته است، گوسوله اش رو فروخته است، ماشینش رو فروخته است و دیگه و هکذا بود و شدی زندگیش رو فروخته بلیط خریده است. حتی ایده به 10,000 سومون و 20,000 سومون و 30,000 سومون بلیط خریدند. بله خریدند. تا 50,000 و 60,000 سومون 60,000 سومون بلیط خریدگی ها هستند، تا 100,000 سومون بلیط خریدگی ها هستند که تمام بودی شدهشان رو فروخته بلیط خریدند و در انتظار آن هستند که هر چی زودتر 20 ایول یا 15 ایول یک ماه دیگه یک کوری کرده بگذرد و آنها پرواز کنند به روسیه. و اگر دوباره راه محکم شد، راه بندی به میان آمد، وضعیت این گونه نفرانی که تاجیکستان به آنها بلیط فروخته است، شرکت های هواپیمایی بلیط فروخته‌اند، چی می شود؟ مردم دیگر دوباره باز به شور می آیند و وضعیت تاجیکستان را وضعی می کنند.
حال حاضر وضعیت تاجیکستان نهایت وزنین است. از یک طرف مسئله طالبان در افغانستان که حالا طول این 20 سال اخیر حادثه‌ای که دیده نشده بود دیده شد. سربازان افغانستان از طالبان گرفته به تاجیکستان گذشتند. 134 نفر گفتند. از طالبان گرفته به ازبکستان گذشتند. 53 نفر گفتند. اینها چیکار کردند؟ به جای آن که به آنها پناهگاه بدهند، به جای آن که آنها را زیر پناه خود بگیرند، بازگرداندند. این سربازان را به خاک افغانستان بازگرداندند. مورد روید گفتند. ازبکستان هم این کار را کرد، تاجیکستان هم این کار را کرد. اما ببینید، از آن که رئیس حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که ما باید به 10,000 نفر گریزه های افغانستان آمادگی خود را بینیم، این یک سیگنال است. این یک آگاهی است که واقعا یک چیزی پیش بینی شدگی است که واقعا این حالت روی دادنش ممکن است. حالا در این باره ان شاء الله نصیب باشد فردا صحبت میکنیم درباره آن که وضعیت در افغانستان نهایت نگران کننده است. ببینید، ما امروز درباره کرونا ویروس صحبت میکنیم. هر نفری که از تاجیکستان است، هر نفری که در روسیه هست، یگان خبر دارد، در این باره معلومات دارد، مرحمت به ما بپیوندید، در برنامه شرکت کنید، فکر اندیشه های خود را بگویید، حتما با هم صحبت میکنیم. و در پایان نوار لینکی پیوستن به استودیو گذاشته شده است. در پایان نوار رقم واتساپی و رقم ایمو گذاشته شده است. هر کسی که میخواهید توسط واتساپ یا ایمو زنگ بزنید و به استودیو بپیوندید و صحبت کنید و یگان خبری دارید، یگان فکری دارید، اندیشه دارید، ملاحظه دارید، مرحمت. این منبر شما است. شاید اینکه بعضی معلومات هایی هست که شما میدونید ما نمیدونیم، بعضی گفتنی هایی هست که شما میگویید ما اون رو در خاطر نداریم یا گفته نمیتوانیم، بعضی ملاحظه هایی هست که باید اینجا گفته شود. حتما منبر از شماست، ما به شما منبر خواهیم داد و فکر اندیشه های خودتون را خواهید گفت. اناکنون تماشابینان عزیز ببینید، حالا وضعیت در تاجیکستان این گونه است. از یک طرف وضع در سرحد به نهایت نگران کننده است، از این طرف وضعیت کرونا ویروس به نهایت نگران کننده شده ایستاده است و در همین حال حکومت تاجیکستان میخواهد باز از دروغ کار بگیرد، باز بگوید که نه کرونا ویروس نیست، یا باز بگوید که نه فافتیدگان نیستند، یا باز بگوید که نه اینها به کرونا ویروس گرفتار شدگی نیستند، التهاب شش شدگی هستند، پنیومانی شدگی هستند و هکذا. مثل همین مردم رو میخواهد باز در فریب، در نیرنگ، در دروغ نگه دارد و گرفتار شوی به بیماری نیست. یک سیاست بزرگ شده است در تاجیکستان. حالا یک نفر از واتساپ به ما زنگ زده ایستادند که ببینیم در این باره چی میگویند. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شام شما بخیر، شادی باشد اکای شوکت. سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. از شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان زنگ زده ایستادم. بفرمایید. مقصد از زنگ زدن اکای شوکت یک سوال پیدا شد وابسته به همون نفرانی که شما قید کردید که مثال طریق نقطه نظارت گذرگاهی سرحدی پایان وارد جمهوری تاجیکستان شدند. حقیقتا آن سخنی که شما گفتید که رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان برآمد کردند که ما باید آمادگی خود رو برای قبول مثال گریزه هایی که وابسته به وضع جمهوری اسلامی افغانستان مثال در منطقه‌های نزدیک سرحدی آمده است. فکر من در این است که مقصد رئیس ولایت مقصد از گفتن سخنهایش در آن بود که
ما باید جمهوری تاجیکستان تیاری خود بسته به قبول همون شهروندانی که مثال شهروندان محکم بودند. آن نفرانی که مثال بازده شدن حقیقتا مثال آن شخصان نظامی بودند و بازپس مثال من معلوماتی دقیق ندارم که آنها به جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شدند یا نه. اگر شده باشند هم آنها شخصان نظامی هستند و باید برای مرز بوم خود دقیقا باید بازپس به جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شوند به همون منطقه های فقط اینجا آرام که و یا میتواند وابسته به هجوم طالبان با سهم خود را گذارد. این یک طرف مسئله. دوم طرف مسئله همین کرونا ویروس که شما قید کردید، من اکه شوکت مقصد از گفته هایم این نیست مثال گپای شما دوران یا ندارن این فکر و عقیده شما و آن شخصانی که با شما به تماس میبراین مثل فکر و عقیده رو میزنند به نزدیک یک خویشاوند نزدیک ما حقیقتا به همین بیماری کرونا ویروس گرفتار شد و به بیمارخانه یکم سویتسکی شهر دوشنبه مراجعت کردن. اونجا وقتی که مراجعت کردن متصدیان هم بیمارخانه گفتن که مثال همین نشانه های کرونا ویروس در وجود شما هست و باید شما حتما مقصد باید بستری شوید در بیمارخانه. ولی خویشاوند نزدیک ما خودش قید کرد که من طبیبتم رو در خانه میگیرم و رفته حاضر معالجه شد در خانه گرفتاده. شاید همون معلومات هایی که به شما میتیند که در بیمارخانه آنها رو قبول نمیکنند اساس دکتری نداشته باشند. درست، لیکن خود مقامات در یک خبر دادن که واقعا گرفتار شدگان در خانه هایشان اولش اینکه آنها این را یک غمخوری حکومت نشان داده گفتند که با بیمار شدگان یعنی گرفتار شدگان با کرونا ویروس طبیبان جدا کرده شدند و طبیبان عین حال خانه به خانه هم بیمار شدگان رفته آنها را طبابت کرده ایستادند. ببینید حالا عین حال یگان بیمارخانه پر شده رفته است، ولی پر شده رفته است و به بیمارخانه جای نمانده است. الحمدلله که این گونه خبرها حالا رسانه‌ای نشدند و اگر شود حتما خبرش رو ما هم میگیریم و ما هم میرسد. و امروز این خبر وجود ندارد که بیمارخانه ها پر شده رفته اند و در بیمارخانه جای نمانده است و هکذاها. این گونه خبرها نیست. خبرها این طور هستند که مردم را نفرانی که گرفتار شده اند توصیه میدهند که در خانه اشان بمانند، به بیمارخانه نآیند. این گونه توصیه ها وجود دارد. ببینید وقتی که در بیمارخانه این خیلی مردم پر شده نرفته است، در بیمارخانه جا نمانده است، گفتنی گپ نیست. بیمارخانه ها آزاد هستند، در بیمارخانه ها جای هست و واقعا اگر امور رسمی که هست تعداد بیمار شدگان کم باشند، مثلا همگی 11 نفر در تمام مرکز جمهوری تاجیکستان گرفتار شده باشد، به قید گرفته شدگی باشد، اگر 11 نفر را جا کردن در بیمارخانه چی مشکلی دارد؟ و در زیر نظارت دکتر، نفری که در زیر نظارت دکتر است، البته که همه نزاکت های احتیاجی را احتیاط شدن را چی میگن، همه این را به اینوبت میگیرد، احتیاط میشود. اما وقتی که در خانه اش است یک نفر دیدار بینی می رود بدون هیچ یگان رعایت طلبات های سانیتری یا اپیدمیولوژی یا اینکه اهل خانواده اش در همونجا هستند، همه این چیز به اینوبت گرفته نمیشه و زیر نظارت دکتر نیست. از این بیاید در طبابت خانه بیستد، خوب نیست مگر؟ در حالی که حالا الحمدلله که شرایط های بیمارخانه ها به قبول بیماران هست. یا اینکه این هم یک سیاست شده است که شرایط قبول بیماران ندارد بیمارخانه های تاجیکستان و با این حالت حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور شده است که بیماران را در شرایط خانه نگهداری کنند، طبابت کنند. فهمده ایستادید برادر عزیز؟ بله اکا شوکت،
мақсад аз гуфтаҳои ман ин аст ки мисол дар рафти барнома шояд муоҷад агар мисол ҳамин ин беморӣ як вабои аср аст, мисол ҳаминро ба сиёсат омехта накунем. агар тавсия дода шавад дар рафти барнома ки шумо дуруст қайд кардед ки ҳақиқатан мисол вақте ки як беморӣ муроҷиат мекунад ва ба ӯ мисол тавсия медиҳанд ки бояд обязат мисол ҳатман дар ҳамин беморхона хоб кунӣ то муолиҷа гирӣ, шояд аксарияти сокинон мисол бинобар ҳамин пайдо шудан ваҳму тарсу ҳаросе ки мисол дар беморхона агар онҳо бистарӣ шаванд бо касалиҳои вазминтар биёд аз онҳо сироят ёбанд. дар рафти барнома хуб мешуд ки мисол мо ҳамин масъалаҳое ки беморӣ аст, ин масъалаҳо доғи рӯз аст, доғи миллат аст, ҳаминро мисол ба сиёсат омехта накарда ва бо маслиҳат дода шавад ки ҳамун шаҳрвандоне ки мисол вақте ки беморхона муроҷиат мекунанд ва ба онҳо мегӯянд ки хоб кунед, хубтар ин мешавад ки дар ҳамун беморхона муолиҷа гиранд, дар ҳоле ки мисол онҳо дар хона вақте ки муолиҷа мегиранд мисол якчанд каси онҳо бо бемортар гирифтори беморӣ мешавад. хуб мешуд ки дар рафти барнома мисол дар баробари мисол ҳамун суханҳое ки шумо вобаста ба марзи ҷумҳурии Тоҷикистону ҷумҳурии Исломии Афғонистон қайд мекунед, ҳамин тавсиёҳо дода шавад. мисол ман медонам ки ин вазифаи шумо нест, чун шумо як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мисол вақте ки барномаи дидгоҳро ташкил кардаед, хубтар ба фикри ман ин аст мешавад ки як маслиҳат дода шавад ки вақте ки шаҳрвандон муроҷиат мекунанд, тавсияҳое ки доктор дода мешаванд ҳамонро қабул кунанд. ташаккур. бахшиш бародар, як дақиқа як ҷавоб тумон бародар да. Ами бародар шояд маблағи дар Тоҷикистон хеле хуб медонед ки маблағ нест, маблағ шахсони оддӣ маблағ надорад. чутур метавонанд дар беморхонаҳо муолиҷа шаванд? ман фикр мекунам шояд дар хонаҳои худ сабаби маблағ надоштан шояд қабул надошта бошад ки дар беморхона пайда гирад. масъала бародар банда ин як тарафи масъала аст ки шояд маблағ надошта бошанд ва намехоҳанд ки ба беморхона муроҷиат кунанд. масъалаи дигар ин аст ки худи табибон тавсия медиҳанд ки дар хона бимонед. айни ҳол тавсия дода истоданд ки дар хона бимонед. ҳоло бибинед, ман маълумотҳое ки расонаӣ шудаанд мехонам, нигоҳ кунед. ҳоло дар Тоҷикистон коронаи штамми ҳиндӣ ба қайд гирифта нашудааст расман, аммо тибқи маълумотҳое ки ба мо омада расида истодааст, яъне коронавируси штамми ҳиндӣ аллакай дар Тоҷикистон вуҷуд дорад ва бо ин ба гирифторӣ ба коронавируси навъи штамми ҳиндӣ аллакай чанд нафар фавтиданд, гирифтор ҳам шудаги ҳастанд. ин коронавируси штамми ҳиндӣ паёмадҳои хеле хавфнок дар пай дорад. зинда ба зинда инсон мағор мекунад, зинда ба зинда, ё ин ки узви тани одамон ҳамин хел фалат шуда рафтан мегирад. бубинед, аввал дар Ҳиндустон шаҳрвандони Ҳиндустон ба мағори чашм гирифтор шуданд, яъне аз чашмашон маҳрум шуданд бо гирифторӣ ба коронавируси навъи штамми ҳиндӣ. чӣ мегӯянд? номи бемориро мутормикоз мегӯянд. ҳоло ман ин забони тиббиро қаназ намефаҳмам. алҳамдулилло ки хеле кам ба табиб ниёз пайдо мекунам, шукри парвардигор. ин беморӣ як роҳи табобат дорад. бояд чашмро гирифта партофт, яъне вақте ки чашм ҳамин хел мағор мекунад, чашмро бояд гирифта партоӣ. ҳоло дар Ҳиндистон ин хеле ривоҷ ёфта истодааст, паҳн шуда истодааст. пеши роҳашро гирифта натавониста истодаанд. ҳоло бубинед, ҳамин шаби рӯз ҳамин мутаассифона ҳамин штамми навъи ҳиндӣ, яъне коронавирусе ки кашф шудааст, дар кишварҳои ҳамсоя Ӯзбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон пайдо шудаанд. фақат дар Тоҷикистон расман дар ин бора гап нест. бубинед, ин чиро нишон медиҳад? ин нишон медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин масъала, яъне ё ин ки кор накарда истодааст, ё ин ки намефаҳмад ки ҳоло маълумот надорад ки коронавируси штамми ҳиндӣ чӣ гуна аст, ба вай гирифтор шудагиҳо чӣ гуна нишонаҳо доранд ки бояд дониста шавад ки он гирифтор шуда ба коронавируси штамми ҳиндӣ аст. дар ин бора тамоман гузориш нест. Қирғизистон,
ازبکستان قزاقستان علاقه گفتند که در ما گرفتار شدگان نهایت زیاد است. نهایت زیاد است. آنها علاقه این رو گرفته ایستادند. در ما باشد چی؟ در ما باشد در این باره گپ نیست. یک به یک عذاب وجودی کوروناویروس رو دوباره تاجیکستان به گردن گرفت، رسما اعلان کرد که واقعا به تاجیکستان نیز کوروناویروس سرایت کرده است. حالا میگفتن که ببینید، حالا میگفتن که تاجیکستان کشوری آفتاب روی است و در اینجا هر کشوری آفتاب رویه که هست، هر ویروسی که آمد به خودی خود نابود میشود و هاکذاها. ببینید که در یک گرمای تفسانی هوا که مردم از 30 گرادوس 40 گرادوس 30 درجه 40 درجه گرم شدن هوا به داد و فریاد آمده اند، همه جا خشک شده رفته ایستاده است. حالا کوروناویروس رو ببینید چه خیلی هجوم میکند. برادر بنده باز چی گفتنی هستید؟ بله برادر میخواستم که امی همه اولا امی کوروناویروس میگن در تاجیکستان، اولا امی دارای مسجد 30,000 برای مشروف که امی استقلالیت جوانان چشیدن یا را نمیگن مسجد، فقط امی کوروناویروس سر شده در مسجد را محکم میکنن. جای دیگر 30,000 نفر کوروناویروس نمیشود، 100 نفری که در مسجد میدارن و دو کوروناویروس میشن، مسجد را محکم میکنن. ما میرم میخواستم بگم که چرا برای استقلالیت مشروف که میرن 30,000 مقصد استودنت یا خواننده در اونجا کوروناویروس نمیشن، در مسجد کوروناویروس میشن. میرم میخواستم بگم برادر شوکت جان، ما بسیار پیگیری میکنیم ویدیوی شما را. خداوند عمری دراز کنه. اولا دوگویم در وقت شوکت جان، بعدا گفتنیم که خداوند همین به مشروف که برآوردن به نزدیکی برای پیشوازی شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان. اگر گفتیم که فرضاً گفتیم که سال گذشته در سال 2020 تاجیکستان عید نوروز را وقت جشن گرفتنش با این باوری داشت که کوروناویروس به تاجیکستان نمی بیاید، یا اینکه همین پنهان کرد، به همین پنهانی که کرد واقعا موفق می شود که تا آخر می تواند پنهان کند، لیکن مجبور شد تن گیرد که به تاجیکستان اینقدر کوروناویروس هجوم کرده است، سرایت کرده است و هزارها نفر مرده رفتند. التهاب شوش شده است، پنیومونیا شده است، یک طرف شوشش خشک شده رفته است یا تر شده رفته است، این خیل شده است، آن خشک شده است. گویان سال 2020 را گذراندند، سال 2021 آمد. حالا چند وقت از ماه ینور این طرف کوروناویروس تاجیکستان غلبه کرد، در تاجیکستان دیگر کوروناویروس نیست و حتی چندین طبیبان را متقاعد به آن کناندند که واقعا در تاجیکستان کوروناویروس نیست، یا اینکه مجبورشان کردن که طبیبان بگویند واقعا در تاجیکستان کوروناویروس از بین رفته است و چندین مسئله را در اینجا ذکر هم کردند که برای چی و طبیبان را گویاندند که بعضی از ترمین های طبی را با استفاده از بعضی های ترمین های طبی اونها گفتند که واقعا در تاجیکستان کوروناویروس نیست و فرار کرده است. اما ببینید این دفعه همه کشورها گفته ایستادند که کوروناویروس دوباره سرایت کرده ایستاده است و کوروناویروس دوباره هجوم کرده ایستاده است. افسردگان زیادند، گرفتار شدگان زیادند. سازمان جهانی بهداشت حتی آگاه کرد. اما تاجیکستان چه باز همان احمقی سال گذشته را تکرار کرد، مردم را گرفت به کوچه برآورد. حتی ببینید فاصله نداشت، مردم را به یک کوچه برآوردند، به دستشان بیرق دادند. 12,000 نفر را چیکار کردند؟ مجبور کردند که آنها برایند در بیرون چیکار کنند؟ در پیشوازی میکنند، غذا کنند، برقصند. و این اگر سال گذشته فقط در خوجند بود، حالا باشد چی؟ حالا از در دوشنبه هم این طور شد، در خوجند هم این طور شد. از همه گوشه و کنار کشور نماینده ها و نفران را دعوت کردند. برای همین هم برادر عزیز ببینید که کور اسایش را یک بار گم میکند. میگویند حالا من روز سه‌شنبه در برنامه دیدگاه در این مسئله خودم گپ زدگی بودم.
در تاجیکستان کی لازم شود کور از سویش رو گم کردن میگیرد. بله بله. بله برادر جان چی دیگه را خیر مهاجر نمیم کو ببینیم چی گفتنی هستن برادر مهاجر. خب السلام علیکم اخی شفقت و السلام علیکم تمام بینندگان شما. اول آزادی با اکی عزت امان باید بار دیگه آزادی با داملوی از غلامی. خدای خداوند کریم همی کسل هندگی رحمان و بزنه. انا اکا برای همی مرشیروف که گفته همی دو برادرو هستن باور میکنه که همی زچوتاشون و همی چیزاشون نسپاریدین که مرشیروف کرا بگذارونن برای همون 5 منوت و 10 منوته که رحمانوف هم میرقصه برای همون مردم نه راه پولی میتین نه خود میتین در همین گرمی افتاب در خودشون در تای کاندیشنر شتگی ای همون تگای نویس جای سویا و یا در همون پلاشتکای گویم استادیون رقص چخه توبت چخه چی برای که همین نیم ساعت میگذره همین قم میگذره انا همین قم مردم رحمانوف این همه پنهان کنی و چکنیش در استقلالیت باید برقصه و خودشان نشان بده انا همیه خیلی که در نوروزی گفته مثال او پنهان کرد در همین استقلالیت هم همین نقشه را داره که باید این خودش رنگ همون فرعون در همون منبر برایه و تمام مردم در آفتاب در همون استادیون ها برقصن. بله این همین خودش باور کنه در همون تای همون نویسش ایس کاندیشنر زده است شمالش داده است که عرق نکنه همون مردم دامو جان آخی ممبری به همون روز چوا همین پرزیدنت امام علی میروه یا دولت دیگه همین بغرض دو تا همون کارگر پرسوش خیلی میدونیم که قدر نداره بغرض هوا هیچ کنه میبره یا غلط دختر رنگ همین تاجیکستان. بله پدر و مادر با اندیشه شما چی باید کرد؟ شما در روسیه هستی یا در تاجیکستان؟ ما اکد در روسیه ایم نیکم همه شما میگویند در این باره اکا میگویند که این فرزند برادر ما میگه که در هم تاجیکستان میگه میخونه همون زچوتاشون و بهاشون سالوناش اوای چیزاشون نموندین که مرده مرشیروف که میره اکسه ختم پول میتیه راه پولی میکنه یگان چی ده همونجا گشنه میمونن چند ساعتی میستن مرشیروف که گشنه میمونن یک چیشونه میتین آبی چی نمیتین ای ساعت 9 سحر تا ساعت 3 بعد یابتا ای 9 تا 3 بعد یابتا یگان چیشونه میتین که بخرن همین مجبوری به خاطر که نغلطونن مونو همین بهار مونن این همین رفتگی ای 9 تا 3 را اینا ببینه خودشون میدرن چند بار میخنن استالویا میرون همون سقلا با آش در زکات میگن خیلی زکات نکیم همون فرزندی مردم نمیگن برای 1 ساعت رحمانوف چند هزار طلبه میرون باور کنه چند قدر عذاب میکشه برای 1 ساعت که برای انسان و انسانگری دیگه نمونده که باور کنه که دلش نمیسوزه در فرزند دلش در فرزندی خودش نمیسوزه در فرزندی مردم دوسته دلش در وطنش نمیسوزه در فرزندی مردم اگجا میسوزه. بله برادر عزیز حالا ببینید در تاجیکستان شما درباره دانشجویان گپ زدید دانشجو بله دانشجو گرفتار است گرفتار به یک دانشگاه معلم دانشگاه و بها زچوتکه و دیگه و هاکزاها او در تاجیکستان که اکثریت دانشگاه ها دانشکده ها مؤسسه های عالی تحصیلاتی دگوارنوی هستند شرطناموی هستند پول میسپرن آنها مثلا شما تصور کنید ماهی مای تمام شده است ماهی ایون آمده است امسال کورس رو باید ختم کند چقدر پول مبلغ صرف کرده است شاید 5م کورس رو تمام میکند شاید 4م کورس رو تمام میکند ولی به خاطر یک به مشرف کنه رفتن میگن که به مشرف که نه آمدی فقط از دانشگاه خارج کنن میلش حالا این رو به چند تو از این مبراید که تندرو هستی ها سیاست پرزیدنت تاجیکستان رو جانبداری نمیکنی ها با سیاست پیشوای ملت نیستی ها
چند عیب رو بالاش میچسبونن، یعنی ضد سیاست حکومت تاجیکستان هستیم، بله میبرن زندانش میکنن بیچاره را. حالا یک اکا شفقت با برادر مهاجر صحبت میکنیم، یک زنگ را از واتساپ قبول کنیم، خواهش میکنم. الو الو، گپ زنید نفری که از واتساپ به ما زنگ زدید، بفرمایید. الو نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادن صدایشون نمی بیاید. السلام علیکم آقای. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با فکر میکنم صدای ما به شما که به شما نوبت دادیم از یک عقبه گذشت، شاید از عقبه شهرستان باشد و متاسفانه که فقط تا سلام یکدیگر را به علیه گرفتن فرصت یافتیم و دیگر نتوانستیم. برادر مهاجر بفرمایید. خب اکا ببینه که فرزند من حالی تحصیل همون صنف 1 و 2 های. ما اول سرشمی مکتب پولی 50 سومون برای ریمونت مکتب پرسیدن، من ای تاجیکستان زنگ زدن، حالی مکتب تمام شدن با برای سال دیگه گفته باز پول مکتب ریمون گفته استیم با مکتب سر میشه، باز پول مکتب سپاری. اینا ببینه که اگر وقتی پیش یه بار میسپاریدی باز هم اولی مکتب هم آخری مکتب میسپاری. وقتی که فرزند من مکتبش پولکی های، زمین من آبکی های، پول قطعی چند قدر پول با آبم نمیتیم. وقتی که فرزند من دانشگاه بخونه، دانشگاه دا برای یا ساعته امامالی یک ماها برای رقص کنه گشنه مونه. برای من همین حکومت در کار، برای من این حکومت نیست، این مناپولیست، این ریکت تمام بیزنسمن فقط همین قچیه. شما در همین رفتی برنامه رئیس جمهور رو یک دعای بد کردید ایلو همیشه تامی هندوستان گرفتار شود. پروردگار کریم بخشش اکا پروردگار کریم فرزنداش مهاجر کنه، در بدر کنه، خور و ذلیل کنه، خودش پلچ کنه، همین کسل هندگیره همین چشماش بزنه، خطی تمام اولادش که دیگه همین روی تاجیکستان نبینه، دیگه زمین تاجیکستان فقط همین ریشوتگر با دست با پنجاش همین بماله تمام. آمین. برادر عزیز حالا صبر کنید، یک نفر با نام انور خلف وارد شدن، آن کس را میشنویم، باز با هم صحبت میکنیم. انور خلف بفرمایید. سلام علیکم برادر. من بار دیم شد باز من به شما علاقه برآمدم. من میخوام اول بسیار خواهر عزیز، بعد از آن که شما از مشکلات خودتان در برنامه گذشته گفته بودید، ولی بار دوم شد گفتید من از همون صورتی که مونده در اینجا شناختم شما را و نام انور همون نفری که به شما ظلم کرده است. بله بله. اکنون من حاضر یک تا عریضه نویساندم به نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اجازه که یک بار صبر کنید. خواهر عزیز خواهش میکنم، در اینجا رقم واتساپ ما نشان داده شده است، شما با رقم واتساپ ما تماس بگیرید. ما شما را دوباره نیافتیم، شکر پروردگار که دوباره خودتان به تماس برآمدید، لیکن توسط این استرمیارد ما شما را یافته نمیتوانیم. شما با رقم واتساپی ما نویسید. یک نفر دو نفر برادران به ما زنگ زده گفتند که همین خواهر رو به ما یافته که ما کمکش کنیم و خواهش میکنم شما واتساپی ما نویسید، ما رقم شما به همین برادران بدهیم از وضعیت شما خبر بگیرن. مالش من حاضر میتونم که رقمای تلفنم گپ زنم. من با اجازه دید که من با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عریضه‌ام را خونید. مراجعه من به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امالی رحمان. عریضه: محترم جناب عالی، خامی و غمگسار تمام تاجیک و تاجیکستانیان نمیخواستم به شما مراجعت کنم و شما را تشویش دهم، زیرا خوب میدونم که حل و فصل 1001 شاید زیادتر باشد مشکلات داخلی و خارجی تاجیکستان صاحب استقلال به دوش شما که واقعا هست
президенти халқ ҳастед, гузашта шудааст. Ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон ман инвалиди дуюм группа хуб мефаҳмам ки шумо ҷаноби олӣ аҳсан мегӯям ки тамоми хасиятро баҳри ободиву осоиштагӣ ва боз ҳам беҳтар гардондани шароити зисти зиндагонии мардуми Тоҷикистон собистиқлол равона карда истодаед. хайру саҳо кардан аз ҷумла воҷидоти динии ислом аст ва парвардигори олам ояти 36 сураи Нисо дар ин бобат фармудааст: ба падару модар, ба хешону ҳамшинони наздик, ятимону гадоён ва мусофирон инвалидон накӯкорӣ кунед. оре дар ҳақиқат сарвари некдилу неко, инсондӯсту ватанпарвар, меҳнатдӯст, рӯзқавлу шабу рӯз дар қалбатон меҳру муҳаббати ватан, оромию озурдагӣ, хушбахтиву хушҳолии халқи азизамон талош меварзед. бале, ҳама он корҳое ки шумо ҷаноби олӣ анҷом додаед, онро метавон бо як қалам ифода кардан қаҳрамонии халқ. оре қаҳрамон, вале ҳеҷ гоҳ худро қаҳрамон намехондед. баръакс дар суханрониҳои худ таъкид менамудед ки қаҳрамони аслии сулҳ ва ваҳдати миллии Тоҷикистон ин мардуми Тоҷикистон ва миллати тоҷик мебошад. оре шумо худодод ҳастеду дар чеҳраатон нури худо аст. аз ин лиҳоз баъди андешаҳои зиёди ҷаноби олӣ ман маҷбур шудам ки инвалиди дуюм группа ин мактубро ба шумо ирсол намояму ва умедворам ки ба мани инвалид танҳо фурӯзон аст ки шумо ҷаноби олӣ мужда ва ояндаи нек медиҳаду ба мани инвалид ёрии худро дариқ намедоред. ҷаноби олӣ, ман як шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам ва инвалиди дуюм группа, соҳиби 4 фарзанд дугоник ҳастам. ба доми фиреби баъзе аз нафарони муфтхуру мардумфиребӣ афтида ба хотири соҳиби манзили истиқоматӣ гашта ба ин нафарони муфтхур маблағҳои калони пулӣ додаем. ба муддати зиёда 8 сол мешавад ки ягон мақомот низ ба доди ман ва якчанд нафарони ба дигар доми фиреби афтида намерасанд. мақомотҳои қудратӣ ҷумҳурӣ яке ба дигарон муроҷиати моро ҳавола мекунанду ба ҳоли тарз ба сарсону саргардонӣ аз қафои мақомотҳои қудратии муроҷиати мо чӣ шуд гашта истодаем. лекин бо умеди он дорем ки муроҷиати мо бо тавнати назорати халқи қатъии шумо қарор мегираду ба ҳалли худро ба хубӣ меёбад. ҳолати кор чунин аст ки ман ҷабрдида инвалиди дуюм группа, соҳиби 4 фарзанд дугоник ки ДСП касал ва модарам дар саҳнаи 11/06/2013 сол ба шаҳрванди сохтмони ЛДММ Самад 2012 дар шахсияти директори генералии Холов Анвар Бегиҷонович шартномаи оиди хариди фурӯши манзили истиқоматӣ аз ҳисоби хонаҳои навсоз ки дар шаҳри Душанбе маҳаллаи Зарафшон улицаи Нусратҳо Мақсумов 10 блок 11-12 ба имзо расонида ҳар яки мо аз ҳисоби ширкати мазкур миқдори маблағҳои мувофиқи шартнома пардохт намудем. шартномаи муҳлати анҷоми сохтмони бинои истиқоматии сохташаванда 1 сол муқаррар шуда бояд моҳи марти соли 2013 сохтмони он ба анҷом мерасид. ман то моҳи августи соли 2013 ба ҳисоби ЛДММ Самад 2012 маблағи калони пулиро пардохт намудем ва инчунин расиди пардохти маблағҳо мавҷуданд. Директори генералии ЛДММ Самад 2012 Холов Анвар Бегиҷонович бо директори ЛДММ строитель К Абдуллои Содиқ соҳиб мулк ва соҳиб замин буд. байни ҳамдигар шартномаи ҳамкорӣ доштанд. Холов Анвар Бегиҷонович ҳамчун пудратчӣ барои мардум лутфан хоҳиш мекунам. ҳоло инҷо ба ман чандин нафар нависта истоданд ки ба як нафар ин қадар вақти васиъро вақти зиёдро шумо додаед. кам тараки дигар монд. бубахшед. хоҳиш мекунам зудтар манаш шартнома баста онҳо якҷоя ба кори фаъолияти намуда моро ба гумроҳӣ бурда барои фиреби маблағҳои моро ва инчунин дигаронро аз они худ карданд. дар ин ҷо Абдуллои Содиқ ва Холов Анвар дар офиси корӣ ки дар утоқи 4 кор мекард ба ӯ утоқи қасрона доданд ки ба фиреби мардуми шаҳрвандон машғул шаванд. ман ва дигарон шоҳид ҳастем ки ва медонем ки ҳолати кор ва фиребгарии асосӣ ба Абдуллои Содиқ буда. Холов Анвар Бегиҷонович бемаслиҳати ӯ ягон корро ба анҷом намерасонед. Холов Анвар ҳамаи маблағҳоро ҷамъ карда бояд дар муҳлати 7 моҳ ба миқдори $700,000 има барои харидани қитъаи замин ба
عبدالله صادق باید پیشنهاد میکرد. در اینجا مدت 7 ماه نصف مبلغ مذکور پیشنهاد کردن نتوانست. عبدالله صادق باشد شرطنامه پدرت را بیکار نمود، اما خلف انور بگیجانش به ما گفته بود مبلغ‌های ما را به عبدالله صادق داده است. ما از عبدالله صادق مبلغ‌های ما را طلب کردن نتوانستیم. میگو خلف انور بگیجانش به مقدار $10,000 ایما داده است و خلاص. دیرکتور جنرالی LDMM سمت 2012 خلف انور بگیجانوچ از ماه سپتامبر 2014 تماما به درک شد. ما با جبردیده دیگر شایف خلف انور بگیجانوچ را سال 2013 قپانده در ملیسخانه ناحیه شاخ منصور سپاریدیم. رهبر پلیس ناحیه شاخ منصور، پروکورور امان اشان قلف که در ریسپوبلیکانسکی پروکراتورا کار میکنه، پروکورور اسمت وجورابک، مفتش رحمت فرخود، پولای خانه ها را ای دست خلف انور بگیجانوچ میگیرن، خلف انور بگیجانوچ پنهان میکنن. وقتی که پرسان شدیم که کنی خلف انور بگیجانوچ که خواهر عزیز خواهش میکنم علاکه دیگران درک کردن شما را. باوری دارم که محتوای شکایت شما را مردم فهمید و اینجا من میخواهم با وجود آن که این صحبت شما از برنامه امروزه ما از موضوع برنامه بیرون بود، به خاطر یک نفری رنج کشیده، به خاطر یک نفری جبر دیده بودنتان به شما اجازه دادم که سخن بکنید و شما حتی عریضه اتان را قریب تا آخر خواندید و چقدر حمد و ثنا به رئیس جمهور تاجیکستان فرستادید. خواهر عزیز ببینید، اگر اون حمد و ثنایی که به اون رئیس جمهور تاجیکستان فرستاده تا اینکه مبلغ شما را مساعدت کند برگردانند، اگر به او حمد و ثنای شما رئیس جمهور تاجیکستان سزاوار می بود، شما این ولید گروه دویم بر روسیه نمی آمدید، مبلغتان را در تاجیکستان به سرقت نمی بردن، شما را فریب نمی کردن. این از سال 2013 8 سال باز شما سرسان نمی شدید. سرسان می شدید، 1 سال می گذشت، 2 سال می گذشت، 3 سال می گذشت، در یک مدت بحثی این مسئله حل خودش رو می یافت و مبلغ به شما بازگردانیده می شد. همین حمد و ثنایی که شما خوندید سزاوار نبودن انمین رئیس جمهور سبب شده است که شما امروز سرسان هستید. اگر این نفر حکومتداری کرده میتوانست زیر دستانش شما را همچون یک شهروند کامل حقوق و یک اینولید گروه دویم این خیل فریب نمی کردن. اونها دل ندارن، نه رئیس جمهور دل دارد، نه کارمندانش دل دارن، نه این کماند ساختگیش دل دارد. خواهر عزیز باور کنید این عریضه که شما نوشته اید به هیچ درد نمیخورد. 8 سال باز به درد نخورده است، با تملق هم به درد نمیخورد. برای همین خواهر عزیز خواهش میکنم ببینید شما فرزندانتان رو به سبب انمی ناعهده برایی، به سبب انمی کرناشایمی حکومت جمهوری تاجیکستان تا به تجاوز شدن داده اید که باور کنید دفعه گذشته وقتی که سخنرانی میکردید من مسئول تکنیکی رو گفتم که چند مرتبه مرا از نوار گیرد، چون نتوانستم گریه‌ام رو پنهان کنم در نوار، نتوانستم خودم رو داشته. چند مرتبه گریه کرده فرستادم خواهر عزیز از این حالت شما را شنیده. برای همین خواهر عزیز این تملق شما و گفتن شما که جناب عالی سیاست خردمندانه شما قهرمانانه شما به هر درد نمیخورد برادر عزیز خواهر عزیز ببخشید. برای همین که حاجت ندارد این عرضتون هم هیچ یگان مایده بازبینی نمیشود، بررسی نمیشود، هیچی نمیشود. آتش ممکنه یا سخن بگیم اکا؟ حالا برادر مهاجر کمتر صبر کنید، همین نفرانی که سخن نکردن سخن کنند، باز انشاءالله صحبت میکنیم. مالش نفر با نام سغد، نفر با نام سغد نوشتند، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه خوب هستید. تشکر به شما. سخنهای شما، فکرانی شما منم شریک هستم. مثل این خواهر بگفتنی که با این خیل سرخمی ما یگان پیشروی نمیریم. این خیل سرخمی و این خیل تملق و
آدم کمتر نفرتش هم میبیاد. بله طلب کردن عادت کردن مادر. بله طلب کردن به حق حقوق خودمون، حق حقوق فرزندمون طلب کردن به ما باید عادت کنیم. مسئله اکنون коронавирус چی گفتنیه؟ بفرمایید. اهل عائله منم اثرم گذراندیم من ماهی گذشته. همین فقط خودی تشخیصش به آنالیزش بگوید اطرافی 1000 سومون رفت. ولی یگان تبلیت که یگان دارو نخورده فقط تشخیصش به. این چی بی‌عدالتی؟ تشخیص و این آنالیزا سالهای پیش هم بود. مثال به همون آنالیز خون میگرفتن 5 سومون بود. همون اینفورماسیایی که همون لیستوک داشت ورقی تشخیص داشت همین اون چی که بود سالهای پیش همون لیکن به پیش مثال 5 سوم بود امروز 50 سوم شده. این کجا میرد این پولو؟ بله یک آنالیزو هست که اطرافی 300 سومون 350 سومون آدم اگر الحمدلله دارو باشد برای خود و فرزندانش صرف میکنه. اگر دارو نباشد چی؟ مردنش تیار. بله واقعا همین طور است. این در حالی است که برادر عزیز این در حالی است که تاجیکستان برای تشخیص کرونا ویروس میلیون ها دلار دریافت کرده بود. میلیون ها همون تست های تشخیصی دریافت کرده بود. همون تست های تشخیصی که به تاجیکستان رایگان همچون یاری بشردوستانه آمادگی بودن اینها فروختند به مردم. و گرفتار شده فروختند. درست است. ما خودم همین چی میگن؟ سال گذشته بدتر از وامپیر هستند. بدتر از وامپیر کو به زنده هجوم میکنن. میبیند که مرده دیگر از او خون نمیمکد. اینها حتی خون مرده رو هم مکیدن رو حرکت میکنن. یک نفر مرده رفته ایستاده است کوشش میکنه که او رو هم خونش رو بمکد. واقعا غلامی واقعا خلقی مظلومی ما من غلام شده رفتگی. ولی فرزندی که تولد نشده است پولی سر میشد از رابام من بخچی بچگانه من از برادر خیلی مکتب گفتم 100% راز کردشم یونیورسیت میرد تیمش خونه دار شدی شنین تولد شدید اون مردن است با دست خود کردم این ساعت میتونید حالا تشکر به شما برادر عزیز. اگر خواهش داشته باشید انشالله با صحبت میکنید. حالا حسین بابایف رو میشنویم. حسین بابایف بفرمایید برادر. حسین بابایف هستید اینجا؟ الو حسین بابایف ها برادر بفرمایید کن. دور اندش. درود و سلام به پایان آقای شوکت و همه بینندگان. خب گفتنی هستم با همین مادر عزیز به نهایت سخنهای بهترین گفت برای خودشانکو. راستی که بگم این خیلی که اپا تعریف کرد جناب شاه. راستی که بگم نمی ارزه خیلی. هر کس باید خودش طلب کنه نه اینکه تملق کاری کنه. انا چی گفتنی هستم 100 اگر از چی میگن 100 اگر تعریف هم کنینجا او سرانو کاری خودش میکنه برای که او مقام داره که او همه او آدمایی که دستشون به این کار خوش است آلوده است و اینها همه گفته که انا به این کار چه گفتم مبلغ‌های زیادی رو صرف کرده. مثلا همین دلوی جنایتی رو مثلا خوب کرده گیان برای یا اپارا گفتنیم که بسیار وای نکنم لوچی طلب کنم. بله حالا ببینید اینجا یک نفر در همین شهری که در کشوری که من زندگی میکنم در همین جا است از تاجیکستان گریخته آمده است. اونم به ساختمان مشغول بوده است. میگوید که
از جانب رستم جان آدم آمده است، گفته است که شنیدیم که تو پول را پیشکی جمع میکرده ای، ساختمان میساخته ای، خیر تو فایدهش را هم علاقه گرفتگی هستی که همون فایده رستم جان همین خیلی پروژه برای آبادانی دوشنبه برده ایستاده است. یک کمتر از همین پولی جمع کردگیت بده تا وقتی که متریال هایت تمام می شود، متریال های ساختمانیت پول گشته می بیاید، هم دوشنبه آباد می شود و هم تو پول کار میکنی، هم کار میکنیم و پول کار میکنیم. هم رستم جان از پروژه است همین خیلی کردن، پولش رو گرفتن. پولش رو گرفتن. بعد از چند وقت نماینده ها آمدند، یک ابلاغی گروهی سازمان داده شده از جانب حکومت آمده است، بنا را تفتیش کردن، اینجاش نادرست است، اونجاش نادرست است، اینجاش این خلاص وجهش و خلاص، بیچاره را ساختمان بنا را بستند، باز داشتند ساختمان بنا را و حجت هایی که برای ساختمان اجازت نامه هایی که داشته است بازخواست کردند، در میان آب و آتش مانده است. بیچاره مردم این حالت را شنیده پولشان را طلب کردن و سر کردند. بیچاره گریخته است، سرش را گرفته گریخته آمده است. حاضر هم همون مردم کفته جسته این تو مشینک تو این تو دوز و ها کذا گفته گشت است. این بیچاره دوز شد، حالا رستم جان مزه کرده گشت است. حالا فکر میکنم همین خواهرم که حالا با پیشوای ملت این خیل و خیل گفته شدن، شاید این هم بعید نیست که یکی از همون برای اینکه یگان ساختمان در شهر دوشنبه در همین گرد اطراف آن در تاجیکستان بیزنس ساختمان از نظر اویله دور نیست، همش مونوپولی است. به همین مسئله همین خواهر جبر دیده نیست، برمیگردد به همین اویله. گفتم با باوری کامل گفتم ممکن است که همین اویله رئیس جمهور در دزدیدن مبلغ همین خواهر دست دارد. این خواهر حمد ثنا خوانده ایستاده است. بیاید به موضوع برگردیم برادر خواهران عزیز. یک برادر شوکت جان ده فویز زریعت ما موندگی ممکنه گپ بزنم؟ ده فویز موندگی. حالا یک زنگ از واتساپ آماده ایستاده است، خواهش میکنم زنگ واتساپ رو قبول میکنیم و باز با هم صحبت میکنیم ان شاء الله. بله. زنگ واتساپی الو. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. شوکت اکو من یک سوال دارم شما، من یک بیننده همین برنامه شما هستم. تشکر به شما. همین سلامت باشید. سبب در چیست که همین شما دو این وقت که برآمد میکنید فقط تنها همین طرف منفی همین سیاست تاجیکستان نگویم، یا که نه اینکه حکومت نه در حکومت کردور نه در سیاست، لیکن بلکه فقط مینوس همین شما هم دولت تاجیکستان شما فقط هم در عرصه بین المللی یا که در تمام جهان پهن میکنید. من برای چی شما را زنگ زدم؟ من پای گوش کردم، بسیار حرف زدن که مسئله خونه این پرابلم شده و پرابلم شد، لیکن در مسئله این کمپانیو بسیارش مشین کردن. این در یک تاجیکستان نیست، در روسیه هم در دیگر دولت هم هست. لیکن من شما خواهشمندم که همین چیزا که شما میگین ابجکتیونا یا که با دلیل با ارگومنتیر وقت کردن میتونه که هم خیلی فاکتور هسته. بله بله هست. برادر عزیز خیلی باشه اگر مسلمانان روشنی میانداخته من گپ زنم نباشد دوام تید. نه پروس هم اگر داشته باشن ارگومنتیر کنین روشنی اندازه ما با هم برام کشم زنگ زدیستم. تشکر برادر عزیز. ببینید ما برای چی جنبه های منفی سیاست امروزه رژیم امامعلی رحمان را گپ میزنیم. برادر عزیز ما دولت تاجیکستان را تنقید نمیکنیم. دولت چیزی دیگر است. تو یک نفر کمبودی میکرده کسی دیگر است. برای همین دولت را با یک نفر آمیخته نکنیم، یا که دولت است، یک نفر است. مثلا گریم دولت میموند، این سیاست ها و این نفرها میروند مرده میروند، بعد از به این دنیا ستون نمیشوند. برای همین برادر عزیز وقتی که یک نفر کمبودی کرده ایستاده است، یک نفر کورنوشویم است، از ایده دولت داری نبرآمده ایستاده است،
ما باید این نفر رو به مردم شناس کنیم. مردم انتخاب کننده این نفر است. فهمیده شدید؟ مردم این نفر رو انتخاب میکند و باید این نفر کروناشویی هم شناخته شود، مردم بشناسد و در انتخابش دیگر خطا نکند که کشور به عقب میرود. این نفر کروناشویی هم باشد دیگر از دستش آبادی نبیاید، ترقیات نبیاید. اگر ما داریم در جای ما شخص شده میمونه، مردم در عصر 21 در عصر سرعت پیش رفتن میگیرند، ما در جای ما شخص شده میمونیم. خواهش میکنم برادر، من گپ شما رو نبریده گوش کردم. بله، گپتون رو یک نقطه نبریده گوش کردم و چی خیل برای همین حکومت است، نفر است، اویله است. حالا شما از من ارگومنت طلب کرده ایستید، از من فکت طلب کرده ایستید. برادر عزیز، همین فکت تا به شما رفته نرسیده است که تمام اکثریت تجارت های سردرآمد تاجیکستان در دست عائله رئیس جمهور است؟ همین را شما نمیدونید؟ چی فکت بیارم به شما؟ این محض خطا است. این فکر شما محض خطا است، برای که در تاجیکستان من خودم استقامت کننده تاجیکستان هستم، لیکن بسیار شرکتایی که هستن ما نمیتونیم همش گفتن که در دست مثال یگو خش تواری اولادایی که پرزیدنت که دیگر کس است. ببینید شرکت های بزرگ تاجیکستان رو نامبر کنید، بگویید که این در دست عائله رئیس جمهور نیست. چند شرکت بزرگترین تاجیکستان رو نامبر کنید و بگویید که این در دست عائله رئیس جمهور نیست. میتوانید؟ البته میتونید. من بگویید که کدام شرکت بزرگ تاجیکستان رو میتونید نامبر کرده که من مردم شنیده شده است. اینجا تقریبا 1,500 نفر ما رو گوش کرده ایستادند، تماشا کرده ایستادند. شاید بعضی ها عائلوی گوش کرده تماشا کرده ایستادند. با این اگر حساب کنیم قریب 3-4 هزار نفر حالا ما رو تماشا دارند. بگویید در پیش همین مردم که من فلان شرکت بزرگ رو میدونم که این به عائله رئیس جمهور ربط ندارد. مرحمت با شما رو میشنویم. اول دیگه گپ رو مونیم. 1 2 3 شرکت بزرگترین تاجیکستان را، کارخانه 3 ساله بزرگترین تاجیکستان را نام بر کنید. 3 تا نه، 1 تاش بس است که با عائله رئیس جمهور تاجیکستان تعلق ندارد. مرحمت. برادر شوکت مور اجازت من قطعیم برادر گپ زدم. صبر. برادر که از واتساپ زنگ زده شده، 1 کارخانه بزرگ تاجیکستان را ذکر کنید که نامش را بگید که همین کارخانه را من میدونم با عائله رئیس جمهور تعلق ندارد. برای چی؟ نه شرکت های موبیلی هست، تیسل هست، دیگر شرکت هست. خواهش میکنم شرکت های زپی هست. با شرکت تیسل زوری رئیس جمهور نمیرسد، برای همین شرکت تیسل است. بکدون اکای شوکت بکدون انا شما زنگ اظهار کرده که ما در انتخابات پرزیدنت خطا نکردیم که دولت ما خیلی قفا میره، یعنی که ما در همین انتخابات پرزیدنت که ما انتخاب کردیم خطا کردگی. بله ما خطا کردگی هستیم. البته ما انتخاب کردگی نیستیم برادر عزیز. ببین دیسکوسیا ما اکا باید برابر باشه. گوش کنید اکا برابر باشه. این خیلی که فقط شما گپ بزنید من گوش کنم، یا اینکه شما گپ بزنید بعد من گپ بزنم و همین خیلی برابر میشه. اگر شما اجازه من فکر ما بیان کنم. بله بیان کنید. ما شاهد همه واقعی هستیم که سال 92 جنگ شهروندی در تاجیکستان سر زد. چند زنکای ما بیوه شدن، چند مردکای ما مردن، چند فرزندان یتیم موندن. اکا شفقت اجازت بدید ما رو هم گپ زنیم قطعی همی اکا. حاضر گپ بزنید ان شاء الله. گپشون رو تموم کنم. تعریف و توصیف کردن ضرور نیست، شرط نیست. لیکن همین مردم خودشون پرزیدنت انتخاب کردن. در همین مدت کوتاه تاجیکستان خیلی پیش رفت، ترقی هم کرد. لیکن اکای شوکت دیگر دولت های اویا کمبودی ندارن. دولت های اروپا باشه، خود دولت های امریکا باشه. شخصا من در امریکا 3 بار 4 بار رفتم. امریکا هر یک شتات های داره که مثل کمبغل زندگی میکنن، مردمی که نان خوردنی ندارن. همچنین من دیدم، بچه‌اش می خودم دیدم، من شاهد این واقعه هستم. یا که در جمهوری اسلامی ایران هم که ما بوده، یک جای داره خشلوق یک ولایت داشت که روسیگاه باید مامور اومد،
ҳамон вилоят тамоман фарзандошон пӯлуч мегарданд. ҳамин чиза барои чӣ мо байнобар намегирем? бо акай Шавкат гапи асоси ман чи аст ки дар замоне ки ҳозир ҳамин коронавирус ки беморӣ авҷ гирифтааст, мо тоҷикҳо бояд муттаҳид шавем, якҷоя шавем. мо бояд ҷудо накунем ки ин ияй вай вай. аз оне ки мо муттаҳид шидану якҷоя шидан аз як гиребон сар бировардан, мисол ба фикри ман ай нуқтаи назар, ин шахсан нуқтаи назари ман аст. акай Шавкат мисол давлата танқид кардану мисол хуб бародар азиз, давлату миллату хуб бародар азиз, як бор пауза кунед. یک بار پاوزه کنید. من با این گفتن گپای شما گفتنی های زیاد دارم. خواهش میکنم یک بار پاوزه کنید. برادر مهاجر چیزی گفتنی هستند، بعد برمیگردیم. برادر مهاجر چی گفتنی هستند؟ اول اینجا سلیم جان برادر مهاجر خواهش میکنم کوتاه. ده همه برادر گفتنیم که 92 دیگه برای ما 92 را نبیاره. به امید 92 شده 30 سال شد ما غلامیم. 30 سال شد ملاهای ما محکمه، مچتای ما محکمه. 92 میگه همون 92 سببکار اساسگذار ظلم و عدل، سببکار جنگ شهروندی، قتل 7000 آدم، قتل 1 میلیون آدم، سببکارش همین امام علی خچه با خواجگان خارجی. 92 را همین امام علی آورد. خوب تشکر برادر مهاجر. صبر میکنیم برادر مهاجر، صبر. برادر مهاجر صبر. سلیم جان چی گفتنی هستید؟ سلیم جان ما به حق شما ظلم نکنیم. برادر سلیم جان بفرمایید، بعد باز گام میزنیم. سلیم جان سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. همین برادر که اول نو در همین جگه زدی سبدان همین حکومت به نهایت طرفداری کرده. صدای ما رو میشنوم؟ میشنوم، صدایتون رو میشنوم. میشنوم گازم. گوش کو برادری عزیز، همه نگاه کن. حکومت در دست رحمانوف، دخترش دیگه وظیفه در تاجیکستان، بچه‌ش هم دیگه وظیفه در تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه. بله گوش کو، همه کارو معلوم نمیشه که حکومت رحمانوف یک حکومت دیکتاتوریه. پشتیبانی میکنی. ببین برادر عزیز، در قرقیزستان همه حکومت همین پرزیدنتی که گرفتن، پرزیدنت پسلیدی که میتینگ کردن گرفتن. گوش تیا دخل دیگران هم زنان شما گوش کنی رو هم یاد بگیرید. خواهش میکنم. تو گوش کو برادر. من گوش کردم. خدا اکای شوکت. مردم به حقش به خاطر اینکه ظلم نکنن به شما جواب ندادم و به این مردم نوبت دادم. شما نوبت رو رعایت کنید. در آمده در آسیا نوبت بیرون، لیک اسیان و غروری آسیان را گم مکن. بفرمایید برادر شوکت گوش کنید برادر. در قرقیزستان ما داخل مهاجرم در شهر یکاترینبورگ، همینجا برادر قرقیز با ما کار میکنن. ما پرسیدم که برای چی حکومت قرقیزستان علیش کردن پسلید نشه. گفت که یک ترگوی سنتر قرقیزستان دانه خودش کرده، یک تره چسنی دانه خودش کرد. مردم فهمید خستن گرفتن یعنی ماش کردن. شما پرستایید کنه که وست تاجیکستان دانه اژدهاروی رحمانوف، دانه رحمانوف خشای با دانه 7 دختر 7 میلیون دومود شه. شما چشتون ده یا نمیگذره. چاپلوسایی که گفتی گپای همون برادر محمد اقبال صدرده که دلسیدن به نهایت تجربه بلند داره برادر. ما تأخیر نکردیم. چاپلوس گوش کتی 3 دقیقه. گوش کتی برادر. گوش کتی 10 دقیقه. گوش کتی 1 دقیقه. مجبورم من شما رو قطع کنم. حالا من این برادر رو نمیتونم. برادر که از گوش کتی 1 دقیقه. خواهش میکنم مجبور نکنید. گوش کن برادر سلیم جان. نگاه کنید. مایلش گوش کتی 1 دقیقه برادر. بینید که یک حکومتی که در قرقیزستان یک ترگوی سنتر دانه خودش کردن، ای وظیفه گرفتنش. شما با کدوم عقل میبروید ای حکومت امروزه 30 ساله که این قدر مردم تجاوز و غریب کشته، شما با پشتیبانی میکنه. پرستاید که روغن دانومی دامادش، خب تمام کنهای طلا کمر تمام چی دانومی خودش. شما با کدوم ناموس و با کدوم حسی و تقدس داره میبره ام خیلی آدمو پشتیبانی میکنی؟ من نمیفهمم با کدوم ناموس تو شما مگر کور هستی یا کار هستی؟ من نمیفهمم.
خوب تشکر به شما برادر سلیم جان. برادر سلیم جان تشکر به شما. برادر که از واتساپ زنگ زده استودیت من نام شما رو نمیدونم، فقط برادری از واتساپ زنگ زده گفته به شما مراجعت میکنم. ببینید برادر عزیز، ما واقعا من به یک حرف شما طرفدار هستم که واقع بین باشیم و از شما هم دعوت میکنم که به این سخنتان پایبند باشید، پایبند همین دعوتتان باشید که باید با واقع بین باشید. حالا ببینید برادر عزیز، ببینید همین شرکت هایی که در تاجیکستان وجود دارند، شرکت هایی که در تاجیکستان وجود دارند، حالا شما TCL گفتید، TCL به وزارت علاقه یک قدم مونده نمیتواند، به وزارت علاقه یک قدم مونده نمیتواند. وزارت علاقه در دست کدای رئیس جمهور است، یعنی در دست دخترش است. ببینید برادر عزیز، و همین تجارت هایی که در تاجیکستان هست همه دستنگری اویله هستند. به اجازه اویله رئیس جمهور نفس کشیده نمیتوانند. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ یگان شرکت در تاجیکستان وجود ندارد که درآمدناک باشد و آن به اویله رئیس جمهور دخالت نداشته، با اویله رئیس جمهور مربوط نباشد. ببینید برادر عزیز، من سخن رو به درازا نمیکشم. اکثریت شرکت های بزرگ تاجیکستان که ما به درآمد آن امیدوار هستیم در حالت قرضداری نگاه داشته می شود. این شرکت ها به اویله رئیس جمهور نگاه میکنند، و در حالت قرضداری نگاه داشته می شوند و هر ساله از حساب بودجه تاجیکستان که بچه عذاب خون جگر شدن ها بودجه پر می شود، بعضی وقت پر نمی شود، با کمامت ها در حالت کمامت ها قرار دارد. بودجه از حساب همین بودجه قرض برق تاجیک بخشیده می شود، کارخانه تلکا بخشیده می شود. بله، درست میگم. برای همین سیاست برادر عزیز، اینها باید پرکننده بودجه کشور باشند. قرض برق بخشیده می شود، برق از همه ارزان میگیرد، کارخانه های استخراج طلا اینها از خود میکنند. حالا در تاجیکستان دیگر یگان بانک نماند که با اویله رئیس جمهور تعلق نداشته باشد، همه را از برهم دادن. فقط بانک های در تاجیکستان باقی موندن که با اویله رئیس جمهور تعلق داشته باشد. یعنی تمام دارایی ملت از دست یک اویله میگذرد. همین سیاست درست است به فکر شما؟ شوکت اکا، همین بانک ملی تاجیکستان در رئیس جمهور چی ربط داره؟ در دست داماد رئیس جمهور از جمال الدین نورعلیف. وای معاون موندگی هستند. او رئیس یک ربات است. اگر خواهد همین روز رئیس می شود، نمیخواهد که تمام کمبودی ها و نقصان هایی که در بانک ملی می شود به گردن جمال الدین نورعلیف زده شود. البته یگان کم آمد چی شد، یعنی جرم و جنایت در بانک ملی روی داد، حتما به گردن رئیس بار کرده می شود. از اینجا جمال الدین نورعلیف از آب تر نشده بیرون میبراید. برای همین معاون است برادر عزیز. برای چی نظری مردم را فرید میکنید شما؟ مثلا از جمال الدین نورعلیف سزاوارتر شخص نیست که چندین سال باز معاون ماند و در همونجا شخص زده گردد، و سزاوارتر از آزاده رحمان شخصی نیست که رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شود. از رستم جانی که گوجا را ختم کرده است نمیدونیم، گپ زده میتواند یا نه نمیدونیم، یگان حرف را میدوند یا نمیدونیم، و یگان سیاست درست ندارد، حتی گپ زده نمیتواند. از او بهتر ما شخصی نداریم که رئیس مجلس ملی شود، رئیس شهر دوشنبه شود، رئیس فدراسیون فوتبال شود. اسلام کریم پرزیدنت بود، همین دختری همون مثال دختر بود، دیگرش بود، هم خیلی چیزا نبود که ترکمنستان مثال نه بچه‌اش پرزیدنت ترکمنستان هم که هم خیلی بود، یک میگفتن ҳуҷуми خیلی که این کمبودی ها مثال که شما میگین در تمام دولت ها هست که برادر عزیز، کمبودی ها رو خطاها رو کرده اسلام میکنیم و گفتن اسلام میشود.
تمام کامبودی بالای کامبودی شده رفتن میگرفت است میگفت است این کامبودی ها اصلاح شوندن آخر اول جای رئیس مجلس ملی رو خالی کنید. برادر عزیز شما به همین اویلوی شدن تاجیکستان راضی هستید؟ من همین همچون شهران که تاجیکستان هستم همین چیزا من ندیدم که همین تاجیکستان اویلوی ندیدید که گوش کنید ندیدید که رستم جان رئیس مجلس ملی تاجیکستان است بله؟ Это нормально, тут ничего такого нет, что там я говорю, пошел в Филсудем, говорю, что Рустам Эмуали, رئیس مجلس ملی همین شما نمیدونید که آزاده رئیس دستگاه پرزیدنت است بله؟ شما نمیدونید که اوریونبونگ در دست حسن اسدالله زاده، سومون ایر در دست حسن اسدالله زاده، کارخانه تالکو در دست حسن اسدالله زاده، اینها رو نمیدونید؟ ایت نرمال نه. فراز در دست داماد رئیس جمهور و شرکت فراز حتی یک سپراوکه که باید خواننده صنف یکم به مکتب برود یک سپراوکه از دکتر داشته باشد در دست شرکت فراز، رانندگی پراوه گرفتن در دست شرکت فراز، از سوسار علف دیدن در دست شرکت فراز. سیستم یگانه میبخشن شما در اروپا زندگی میکنید، سیستم یگانه در تمام دولت‌های دنیا ترقی کرده جاری شدگی است. دروغ نگوید، سیستم یگانه در همه شرکت ها رو یک پرزیدنت با اویلش از خود کردن در تمام یگان دولت دنیا نیست بغیر از تاجیکستان. در دولت‌های شاهیگری بله، در کشور دموکراتی بغیر از تاجیکستان، در کشوری که خودش رو حقوق بنیاد دموکراتی گفته است بغیر از تاجیکستان در هیچ جای دنیا نیست که خودش رو حقوق بنیاد و دموکراتی بگوید و با سیستم شاهیگری کار ببرد. من وقتی که به شما جدا کرده بودیم برادر عزیز، به هر حال شما اقرار نمیشوید به این کمتر خواهش میکنم در این باره آموزید، خواهش میکنم این بیایید همین سیاه را سفید گفته ایستادن را بس کنید، فقط با فکت و با دلیل گویید که فلان کمبودی را تو گفته ایستاده ای، همون کمبودی تو گفته ایستادگی واقعیت ندارد، این را بگویید ما بگردم بگیریم. لیکن چیزی که واقعیت است میگوید که نه این خیلی نیست، این به انصافی کلان است برادر عزیز، به نهایت از طرف شما به انصافی شده ایستاده است، چیزی که دیده دانسته ایستاده است. این کاری که رئیس جمهوری تاجیکستان کرده ایستاده است با تمام قانون‌های عمل کننده کشور ضد هستند، جنایت کرده ایستاده است. در سطح رئیس جمهور جنایت شدن است، بخشنده است برادر عزیز. همین رو ملت نگوید، چرا بگوید باید به همین در سطح رئیس جمهور اگر جنایت شود، دزدی شود، غارت شود، مال ملک ملت غارت شود، مردم گپ نزند؟ به نهایت به انصافی است. آخر بگید یک شما میگید که ما متحد شویم، در اطراف یک جنایتکار دزد غارتگر میشود متحد شد؟ راضی با آن شوی که تو هم یعنی به جنایتکاری همین نفر، به دزدی همین نفر، به غارتگری همین نفر راضی باشی، میروی در اطرافش متحد بشوی. بله این خیلی نفرانی که در اطرافش متحد شدن زیاد هستند، دزدان، غارتگران، خون مردم را میمکیدگی ها زیاد هستند. نخود از تمام مردم طلب کرده شود که بیایید به غارتگر در اطراف یک غارتگر متحد شوید. این خیلی حرف بد است برادر عزیز، بی انصافانه حرف است برادر عزیز. یک سوال به همین شخص بفرمایید. یک سوال به همین شخص. الو؟ اوکی، منم یک سوال کردم. همین نفره که یک سوال به همین شخص گفته وارد شدن اول گپ زنید. گپ زنید. برادر بسیار فکر کرده ایستادید، ما مجبوریم به دیگران نوبت بدهیم. نفر با نام جلال‌الدین بلخی در آمدند. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگه شوکت خواهش میکنم یک می کسایی که نمیفهمن گپ، یعنی امی وطن ای رحمان فرق نمیکنن، ملت ای رحمان فرق نمیکنن، وقتی زیاد چون نتین در همینجا میدرن سری آدم ها رو ویرون میکنن. اینا خودشون نمیدونن چی گفته ایستن.
ما میگیم که دولت دموکراسی است نباید این خیل باشه اینا نمیگه همه صدای همه 100%. چه 100%؟ ما یگان همین آزاد همین برآمدن همین رستم ایومالی را ندیدیم در یگان رسانه ها که برای به کاغذ به ورق به یگان نوشتجات صحبت کنند. یگان چی نداره همو در ماینه سرش همو یگان فهمیش نداره، نه از سیاست نه از نمیدونم دین نه از یگان چیز، یگان چی نمیفهمه همو ایستون چی در کارن همین بسوادات در سر حکومت بدن. ما این خیلی همین بسوادات سر حکومت آوردن که امروز مردم در یک زندگی پس در یک سطح پس زندگی دارد. امروز ما یگان کارخانه نداریم. تاجیکستان حتی یک 30 سال است که رحمانov رئیس جمهور است، یک زمین بگیم که فابریکای پوفبراری نداریم. اینا در آمدن پیشروی یا همین خشتبار بازی را به گردن گرفتن. ما راضی هستیم. این خیلی نمیشه واقعا در یک دولت دموکراتی دختر و پسر داماد نمیدونم خسر بچه همه را سر قدرت بیاری مردم آواره در بدر باشه. برای همین التماس اکای شوکت جان همونایش که نمیفهمن گپه بگی دفعش بکن گم شوه برای یک نفری که میفهمه منطقا صحبت میکنه هموناش را وارد کنید مردم بحث کنن. السلام علیکم و رحمت الله. سخنان را به دیگر میتونیم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر به شما برادر عزیز. ما به این نفران نوبت میدهیم تا اینکه طبق طلبات خودشون برنامه ابجکتیوانه رود، یک نفر مقابل فکر اندیشه های خودش را بگوید. به این امید که شاید ما خطا میکنیم واقعا و اینها با دلیل با اثبات خطاگی ما را اصلاح میکنن تا اینکه ما با فکر بد و با اندیشه بد دوام داده برنامه را رفتن نگیریم و یک نفر براید که به خطاهای ما اشاره کند و با دلیل با اثبات ما را از این کاری خطا برگرداند. لیکن اینها میبرایند سیاه را سفید میگویند، سیاه را آشکارا سفید میگویند، میگویند که نه همین سیاه سفید است تو نمیدونی، همین همه جا گل است تو نمیفهمی. برای همین هم برادران عزیز نفرانی که جانبدار حکومت امروزه هستید و میخواهید که همین حکومت به اهل اولادش به انمین رئیس جمهور به اهل اولادش تمام تاجیکستان را خورده گردد، این کار شما است. یکم که ضدیت ندارد به این فکر شما، فقط خواهش میکنیم اما مبادا بگویید که انا همین کار درست است گفتنی شوید، به این خلاصه بگویید که به مردم بگویید که انا همین کار درست است. خواهش میکنم با دلیل با اثبات برآمد کنید. خواهش میکنم دلیلتان را بیارید که کجای این کاری اینها درست است، کجای غارتگاری اینها درست است، کجای دزدی اینها درست است. حالا ببینید من حالا موضوع ما موضوع کرونا است، هجوم سخت کرونا ویروس به تاجیکستان. یک نفر به ما از واتساپ زنگ زده شده است. حالا من صحبتم رو این گپم رو تمام میکنم و نوبت رو به واتساپ میدیم. ببینید نفرانی که از شرکت های هواپیمایی بلیط خریده اید خواهش میکنم روید حالا نسوخته بلیطتون رو برگردونید، پولتون رو برگردونید، گیرید، روید یگان چیز بخرید که اگر همون پول زیادتی است فردا باز فروخته پول به دست آورده توانید. اگر نمیتوانید خانه‌تان رو فروختید، به این باوری هستم که اگر ماشینتان رو فروختید، بوزو گاو و گوسالتان رو فروختید، من باوری دارم که به همین پولی که برمیگردونید این خیلی بوزو گاو و گوساله یافته نمیتونید، این خیلی خانه یافته نمیتونید، این خیلی ماشین یافته نمیتونید. لیکن به هر حال یک مبلغ اگر توانید برگردونید رویانیدن به دست میبیارید و خاطرتون جمع است که در دستتون مبلغ دارید. لیکن اگر شرایط امروز رود همین خیلی رفتن گرد شرایط، باور کنید به همین پولی که بلیط خریده اید میسوزید. نفرانی هستن که تا ماه آگوست بلیط خریده هستن، هزارها نفر. و حاضر در روسیه حالا اینجا مهاجران هستند، در برنامه هستند، شرکت کرده شدن. حالا ببینید در روسیه الکی باز هم کرانتین اعلان شده است، در بسیار کشورها باز هم از سر نو کرانتین اعلان شده است ببخشید. و سازمان جهانی بهداشت الکی اعلان کرده است که به نهایت شرایط وزنین است. پیشتر میگفتن که به کودکان حاجت ندارد، حالا گفته شدن که به کودکان هم واکسینه بزنید و به نهایت شرایط وزنین است. اون نفرانی که میگوید که مردم را شما به تهلکه انداخته اید، به واهمه انداخته اید، یک بار خودتون را جمع کرده گیرید.
مردم رو واهمه نکنی، مردم رو به مردم واقعیت رو نگویی، به مردم نگویی که شرایط همین خیلی است، متشنج است، مردم پروا نکند، توی سور کرده گردد، به هم آمیخته شده گردد، در کوچه ها احتیاط نکند، چی می شود؟ بی‌پروایی کند. اگر واقعیت رو تا مردم نفهمد، به این گپای شما از همدیگر دور ایستید، نقاب پوشید، به این گپای شما هیچ کس گوش نمی کند تا اینکه خودش به این باوری برسد که در واقعیت به جانش خطر تهدید میکند. شما گفته ایستادید که نه، که همین چند نفری محدود گرفتار شده اند و یگان خطر جدی وجود ندارد، مثل دیگر کشورها در تاجیکستان این خیلی نیست. میگوید، بعد از اون میگوید که نقاب رو پوشید، فاصله رو نگاه دارید. به این گپتون بعد کی گوش میکند؟ هیچ کس گوش نمیکند. این یک کارتون احمقیگری است. حالا عبدالعزیز بفرمایید. عبدالعزیز. رحمت الله برکاته. کیت شب. علیکم السلام و رحمت الله برکاته. خوب هستی تنجی برنامه؟ برادر را دعا سلام برسونم، برادر مهاجران دعا سلام برسونم. اینا من آخه اینا خود نکای شوکت فکر کن که اینا 10 میلیون مهاجر تاجیکستان خواهیم بسال میگیریم 10 میلیون نه. این کرونا اومده است، مثالش بگیم 2 میلیونش کرونا شود. بعد این دولت چیکار میکنه باشه؟ آخه سگی پیر کشید همین کلر در بالای پای پیش میمونه و خواب میره، پروای دیگه یگان چی نداره. این خلق خز نخیزه فکرش نکن، نخیزه یک کلانتر در سر دولت، یک آدمی و عقل و ناموس خدا ترسی کلادار رو نمونه. اگر این 30 سرسان دکی چی نشید، نه زواد چید، نه یگان چی نشید، این دقیقه که یگان چی آوردی که نباشه. این فکر کسی هست که خیلی مجهره 1 میلیون تا اهالی زندگی خوب داره، 9 میلیون اهالی خوب نداره، 9 میلیون در بدر در تاجیکستان خیلیش خور خورده است، ریشه خورده است، نمیدونن که چیکار کنن. این خیلیش که در یک جای ریشه سرغان که رفته گیه هر گپ میشه با فکر نمیکنه که این یک کمش خالی که باشه، ایمونیتت که بدن که نرسید با کرونا میزنه کم بغل بیچاره. بله این خودش که جیبکش پری پول که هست میوه پلاو دورو میخره پیشگیری میکنه، کم بغل چیره بیا بکنه بخره. بله حالا شرایط رو ببینید. اکثریت ما طول این 20 ساله اخیر طرز زندگیمون این خیلی بود که از روسیه پول رو کار میکردن، میفرستادن، نان میخریدن، ارد میخریدن، روغن میخریدن، بریج میخریدن و هاکذا. تاجیکستان مسئولیت در کنار بود، یعنی مسئولیت تاجیکستان. آقای شوکت باور کنی حاضی پیش گبت بخشش ایران امروز در روسیه، در کشورهای روسیه کرانتین آمده است. خود مهاجر خونشین شده است، دیگر نمیتواند حتی به خودش، به شکم خودش مبلغ دریافت کند. در همین حال زور مردم تاجیک چی میشود؟ اینو فکر نمیکنید؟ اینا آقای شوکت باور کنی اینا من دین روز رفتم خدم 10,000 پول دادم در دیجم که همه اوکولا نکنم که با همه اوکولا هم کسا پیدا میشه. آخرش اوکولا نمیمونند که دیگه خیلی اوکول میزنم، بعد 10 هفته هم کسا خودش میجقه. انا 10,000 دادم اوگاوری کردم اوکولا نزدم. میگی سپراوکا گرفتم که در مشروطکا، در تراموای، در تریبوس یا در راه به درای بشینی و پیش کار دبرای. انا چرا نه همتای بود نماردی که میگه ببند، نماردی که میبندی. انا سپراوکا نمیگه نشونتی بعد در تریبوس بشین. انا تو حاضی هم تا سختش که اگر با نداشته باشی سپراوکا و اوکولا نداشته باشی، کاغذ سپراوکا دفتر نداشته باشی، حالی با کافیه روز سخت کرده ایسان. بله. چند تا کافه روز کرده اینا، چند تا کافه روز کردن اینا. حاضر من با همین روز سوار شدم، در یک تاش سوار شدم. سپراوکا گفت داره که کوی 19 سپراوکا داره، گفتم دارم. نه تلفنش کایدم برام پالنی گوز اسلوگ زدم برا همه را برام گفتم اینا دیدی که یک ماهاش دیدیم نشون دادم. حالا با ماهی گری هم قریب 10 ماه خطرک گوز اسلوگ کچات کام پول روز رفتم، پول روز همه را گذاشتم، دیدم که چخل هستم چخل نیستم. باز سپراوکا را دادنم شناس بود باید گده همونجا گفتم سپراوکا من نشون دادم. بعد گفتم هویم کان در اومدم. اگه هوی نمیکنن حاضر دیدم که سخت کرده. انا حال تاجیکستان چی میشه نمیدونم چی میشه.
قوتش حال نمیرسه که همون کار در همون کلان سالاران بکنه. در خانه خودش با درش میکنه میره در خانه خودش چی داره وای میکنه. تو گسودرسی تو بالینسات آواد نباشن، بالینسات در کارتر ندارور یا بالینس حلال نشکوی دارو و کل نداشته باشی تو دیگه چی دولت قبی چی نقبی ببرو تا یا آدم وکلا بدره بگی بالینسا بشکن او کل دارو بیان پیسنه رو بیان بدران کسال کشم دران اپرادات بیار مونت چی میکنن تو نونشون هم میتیه فقط تنیا او کار دولار بکن پیوستند و چند نفرم خواهش کرده ایستادند که ما جای رو خالی کنیم تا آنها به ما بپیوندند. تشکر به شما برادر عزیز عبدالعزیز، به بسیار مسئله ها جدی شما داخل کردید و آنها رو نامبر کردید. تشکر به شما. حالا برادر اسدالله و مناسب شاه که با سیمای خود برآمدید، خوش آمدید. و برادر اسدالله بعد از آن پیش از آن که ببخشید برادر اسدالله به شما سخن بدهم، یک نفر در واتساپ چند وقت باز پایده ایستادند که به آن کس نوبت بدهیم و خواهر سعیدова نیست از شما عذر میپرسم. بعد از برادر اسدالله چورو سعیدова. حالا واتساپ رو گوش میکنیم. الو، نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. الو، ما شما رو گوش میکنیم. نفری که از واتساپ زنگ زده ایستادید خواهش میکنیم اینجا وقت دیگران رو نگیریم. صدا بزنید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزه که خوبه؟ الحمدلله، شکر پروردگار که خوب هستیم. بفرمایید. میگه اکا همی در تاجیکستان یکون ناویگری نشده است. تمام همینجا برادر عزیز از ناویگری ها گپ زنید. از همینجا از ناویگری ها گپ زنید، یک گوش کنیم. بفرمایید. فقط تلفنی مرا نکشه من ناویگری گپ زنم. از ناویگری ها گپ زنید، یک خرسان شیم ناویگری ها رو شنیده. بفرمایید برادر. ناویگری ها خیلی شده است در شهری در چی در شهری نو زوود محکم کردن. اینا ناویگری های علمین زوود اینا قوق شده است. اینا ناویگری ها که همه جور خوردانه که نر خرناو کانکریت نه در شهری نو دایسور نه خسته است. همه چی اینا این ناویگری نیست. اهل اولادش خاطی خورد همه را ناویگری نیست کمی. بله. او چیمون دیگه ناویگری های همین ناویگری نیست. اینا این نومی همین ناویگری های که شما نامعقول کردید. شما همین به همین گپاتون من امید برده ایستاده بودم که شما از ناویگری های خوب تاجیکستان گام میزنید. من بچه امید به شما من نوبت دادم. شما یک الو خیلی یک ناویگری خوب آخر گام میزدید. نه و ناویگری نیست. ناویگری نمیتری ناویگری که اون ناویگری هم کم میکنن دیگه. اگه ناویگری نمیتونن که خوب تشکر به هر حال. تشکر به شما. باور کنید من خیلی در آرزوی آن هستم یک نفر باید واقعا از ناویگری های تاجیکستان، از پیشروی های تاجیکستان با دلیل با اثبات گپ بزند و خرسند شوم. بوی وطن بیاید. خرسند شوم. اثبات هم نیست. نه دلیل نه اثبات کی برای همین من در حال سخن شما رو بردم گفتم که از همینجا از ناویگری ها گپ زنید. خوب تشکر به شما برادر عزیز. حالا نوبت به برای من ناویگری نشنویدم. برادر اسدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. با همه تماشابینان، هر کسی که ما رو در این وقت پیگیری میکنن، تماشا میکنن، درود خود رو میرسونم. تشکر. حالا درباره در موضوع درباره کسلی کوروناویروس که زیاد شد فهمیدم. برای همان من در اومدم که یک سخن خود رو گپ زنم اگر اجازت باشه. بفرمایید. بله درست قید کرده. در تاجیکستان حاضر الان
ягон шароите нест ки мардум масалан як касалиро пешгирӣ кунад. як тавсия дорам ки дигар халқ ба амеди бояд чиз нашед, ҳукумату ба амеди мақомотдоро ино бе ин касалӣ омад бо якбора хурсанд шудан ки халқ бо хелаш мемура бо вода мисол бо чиз мешавад. мақсад мардум дар амин овора мешавад, меравад дигар гуфтигӯ гапо ки аз чанд корою аз амалҳо дигар боз бартараф мешавад. ба хотири ҳамин мусибати худаш мешавад. бале бале дуруст. ҳар кас бояд як кор шавад. ин худаш аку худо додааст мега бояд ки мардум камтар хеле саргардон шаванд. лекин ба мардум ҳам хеле тавсия доданиам ки морам дар амин кишварҳое ки пешрафтааст дар ҳамин ҷо мо ҳамин касали коронаро қапид ин қадар ки эҳтиёт мекунанд, ин қадар мисол дезинфексия, ин қадар масалан карантину чиз муҳлатҳои зиёд медоданд. чӣ гуфтанӣ ҳастам, ҳамин ҳар як шахс табиби худаш аст. дуруст аст? бале бояд ҳамин худаш эҳтиёт кунад аз ҳамаи чиз. ҳама вақт дезинфексия, ҳама вақт моска зада, як ҷои мисол нафари зиёд бошад моск бизанад. агар каме мисол таспу дигар масалан аз иштиёб мақсад иштиё чӣ шавад гум шавад, бояд ки ҳаракат кунад ки аз хона муҳлати 14 рӯз баромадан мумкин нест. баъд дору давоҳо бисёрам дору давоҳо мисол ҳамин аспирину ман ҳамин таблеткаҳои аспирину боз ҳамин аналгину ман ин чизҳои сардарду аз таспа чиз кардан ҳамин доруҳоро ҳама вақт ҳамеша дар хона бояд дошта бошад. баъд ин якум дуюм ки бояд ки хӯрокаи хуб дошта бошад. асос гӯшт дар кор аст. гӯштро бояд обпаз кардан дар кор аст бо картошкаву бо чизҳои маводҳои ғизонок. дар ин кишварҳо кӯмак масалан давлат кӯмак ҳар нафаре ки корона шид карантин шид 14 рӯз уно худшон оварда маҳсулота меоранд аз ҳисоби давлат оварда чӣ мекунанд. масалан ки ҳамин мардум мисол гашту гузорро кам кунад. ин ёра кӣ мекунад? ин масъул ки аст дар ин? дар Тоҷикистон ки аст масъул ин? то ҳатто дар шифохонаҳо намемонанд ки будуроянд. як арз мисол як чизи шумо қайд кардед, дуруст қайд кардед ки дар шифохонаҳо дигар духтурҳо метарсанд. духтурони касбӣ ки як маълумоте бидиҳанд, як чизе бидиҳанд. чӣ гап аст? ин агар раҳми мардум, раҳми халқа мехӯрд, раҳми амин раиси ҷумҳур раҳми халқа мехӯрд, бояд кӯшиш мекард. халқа мақомотора мана мисол шифохонаҳо масалан чизи тиба вазифадор мекард, масъул мекард, даъват мекард. бояд расонаҳода ҳар шабу рӯз бояд эълон мекард ки чиз гиред, масофа гиред байни якдигар 1.5 метр. мана мисол бисёр ҷои мана мин гуфтигӯ гапо ҷое ки нӯшокои спиртиву мана мин чизҳое ки бисёр нафарҳо зиёд ҷамъ мешаванд, корҳои мисол ҳаромию чизҳои иноя бас бояд чӣ мекард, баста мекард. ҳаё дуруст аст, масҷидҳорам файсала 1.5 метр бо моск дар омадан намозшона хондан ҳеҷ чӣ мушкилӣ нест. аммо давлати мо чӣ кор мекунад? ҳама ҷоро бит бузкашиву гӯштингириву дигар ин чизову баромадову рақсу бозира ҳамаро якҷоя омехта кард. ин дар куҷо туғри мегирад? бале ин бовар кунӣ ку ин як намедонам ки ҳастанд дар болои хел мардума ба ин қадар чиз оварда, ҳамин қадар ба мусибат овардан, дар ин қадар мардума ғарибу беқадр кардан. бозам бин ҳеҷ ягон амали хуб намебинем.
تشکر به شما برادر اسدالله. زنده باشید. تشکر زیاد برادر. حالا خواهر چورو سعیدوو خواهش میکنم مختصر بعد از آن کس ان شاء الله با واتساپ برمیگردیم. در واتساپ زنگ هست. چرا سعیدوو بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جان یک سوال داشتم، یک التماس داشتم خلق تاجیکستان با مادران عزیز، پدران مهربان با ممکن باشد. حاضر یک ماه پیش یک بچه اومد جوانه 16 ساله ایل 15 ساله اکن 16 با گذشت. حکومت تاجیکستان چخیل رخصت داد، چخیل من نمیدونم دویرنس داد که خودش به خودش جوانه حال مکتب تمام نکدگی چخیل روی کرد تاجیکستان با پدری مادرش. من نمیدونم چخیل این چخیل تاجیکستانه، چخیل نمیدونم وجدانیه، چخیل من نمیدونم همین قد عصبم ویران میشد که پیش من به زندگی میکند کوارتره ما با برای چی جوان را روی کرده است. خدا 16 ساله آمده 80 ها بیا یگان همینجا پیش من به زندگی دارد که حالا ببینید طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، در تعلیم تربیت فرزند، یک نفر تا 18 ساله نشود کودک حسابیده می شود. یک نفر تا 18 ساله نشود کودک حسابیده می شود. و عین حال ببینید چندین تا معلومات نامه جمع کردن در کار است و نتیجه تشخیص کرونا ویروس در کار است. از دویرنوست از پدر و مادر لازم است و او بلیت خریدنش در کار، بلیت چگونه خریده است این شخصا به نام خودش و چگونه در از گذرگاه‌های سرحدی در فرودگاه چگونه خودش گذشته است، حتما که این با پاره حل شده است. یا اگر تقاضای به قوت میبود رسیه که نمی آمد یگان به دیگر چیز مشغول میشد. این یک نفر خمبغلی است که خونش را، خون پدر و مادرش را یا شخصانی که پدر و مادرش را عوض میکنند، شخصانی که پیوندانش هستند و مسئولیت این در گردن آنها است، خونی همین ها را حکومت مقامات مکیده است. نفرانی که مسئول هستند در فرودگاه خصوصا. ممکنه یکا جان میبخشید سوال شما را دهانتان گرفتم. حاضر اینجا به یگان خیشی تور ندارد، که همقشلقشان هسته پدر مادرشان پستیان تلفن میکند، زنگ میزند، حال احوال پرسه میکند. پروسته این بچه نه عقل دارن نه سواد دارن، یگان چی ندارن اکا جان. همینجا من هر روز میبینم عصبم ویران میشود همین بچه همین گوده که برای چی که حاضر استرویکه با بیتون که دیسته بلوک کشی دیسته نه برای چی آمده است؟ همقشلقشم پروسته رحمش آمده یاردم که دیسته. باور میکنید همین خلق همسایه شوند. نمیگم این جوان شاید اینکه این هموطنی ما، این برادر نورسی ما شاید به خواندن آمده باشد به خاطر تحصیل. نه کار کردن آمدگه، پروستات کیف صفا کرده آمدگه. یگان سواد نداره، یگان چی نداره، پیش مند زندگی دارن. یگان چی سواد نداره، یگان چی نداره. مبلغ دارد برای کیف صفا. کار کرده است، پولش نداده است. این همین کیفی صفا می؟ طول که همین پروسته خونش هم با یگان پول روی که نکدگه، یگان چی نکدگه پرکتیس که حاضر. من همه چیزش میدونم، پروسته پیش من زندگی میکنه، همه درکشان خودم میدونم. ببینید که وضعیت چی خیلی است. من فکر میکنم که این 16 ساله به کیف صفا نآمده است. این رو فکر میکنم کمتر نادرست هم گفتید، چون که 16 ساله به مسکو به پیش شما، به نزد شما، به جایی که شما زندگی میکنید یک نفری که به ساختمان سر کار دارد به کیف صفا نمی بیاید. اکا جان یک چیز من میگم
بچه ممکنه یک سوال بدهم کیف صفا نکند هر روز اکا جان عرق میزند هر روز یک پشک سیگارت نمیرسد این بچه و هر روز پیوه میزند اکا ما هر روز حقارت میکنیم جنگ میکنیم گپی ما را نمیگیرد دیگه وضعیت همین است من گفتم دیگه وضعیت همین است اونهایی که این نفر را به چی عذاب مشقت این به پورته و به پورته بلیت خر اینجا به فرستادن که واقعا از این بچه دیده دیگر شاید نون آور نداشته که باشن در خانه دستیار نداشته که باشن که همین برود به ما یگان پول کار کرده گسیل کند که به گشنگی نمیریم لیکن واقعا نفری که به یگان سرپرست آمده است به یگان اکا آمده است یا که خیش و اقربایی که تجربه سفر دارد به اونها آمده است واقعا همین حالت به گرفتار می شود خواهر عزیز. حالا یک زنگ را از واتساپ قبول میکنیم بفرمایید. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم کمتر بلندتر گپ زنید تا ما شما را شنویم. الو میشنویم شما را بفرمایید. دیگر تینجا سلامت هستید. سلام درود من به تمام هموطنان. تشکر به شما. شکر. موضوع به حد موضوعهای باجالب در کره است برای مردم. این خواهر اپای میگویند این بچه که یوش اومده است و مردم ما باوری نیست که نمیدونن برای چی اومده کیف صفا کرده سعودی است ممکن قدر که همو کارگرای همو چی نباشند که روان کرده باشند همچون برای نویگری جمع کردن بین توجیکوی ما خاک این فکر من است ممکن قدر هم خیلی باشد برای کیف صفو با فکر من مردم عادی نمی اومدگی بله یا یگان کمبودی دارد یا یگان اتنشینی با یگان چوپلوسو دارند فکری من از این خورا با التماس سخت که شوشا با این خیلی ها به هر جا رفتنشان ممکن است. تشکر. یگان ایلامی دیگر ندارد برادر عزیز؟ من گفتنی هستم که در وطن بسیار وضعیت وضعین است. اولا بر من به همون طبیبان به همون ورچای وطنمون مینداری خودمون باید بیان کنم که همین کرد کسالی اومد پیشکی و یا علاقای در مردم گفتن که کسالی گشت است احتیاط کنید. شما خبر دارید با رسانه نگفتن وطنمون یگان خیلی گپا نگفتن ولی ورچا البته و در درون مردم هستند. تمام مردمی که همین مظلوم در پیش هوایو هر روز هستند وضعیت وطن از ما و شما و از او حکومت داده و یا خوبتر میفهمند و در همین کسل گذشته خیلی و یا فهمیدن که خطا کردن نگفتن. این وجدانش البته همش نه یک خیلیش ممکن باشد هست پرخور و بسوالش هم هست در اینا ولی اکثریتش فهمیدن که کار خطا کردن مردم نگفتن وجدانشون قبول نکرد. انا رحمت به هوایو حاضر من گفته سودیان که مردم احتیاط کنید این بازیچه نیست. البته رحمت کلان به هوایو با چی گفتن هستم اون بچه که با واتساپ زنگ زد یا نیم ساعت پیش بسمو وای بچه شما هم شناختگی استید بسیار بچه باسواد است انا صد افسوس که چوپلوسن این خیلی بچه ها به حد بسیارن صد افسوس که چوپلوسن کورکولونه پسی دوزدو رو میگیرن. حکومت دارای ما حاضر چیکار میکند گپی آخرانی من و یا یگان مایده پروای مردم تاجیکستان ندارن و یا کرسان میشوند که با از دیگر دولت های پیشرفته با قرض میپرسن و باید بهانه یا تنیمتا با بچه در کار با زنی سیم چورمو با یا چنیم که با معیش اشرت خیلی کرو با در کار برای همین ویا خرسند میشن ویا یگان کار نمیکنن. از همین اگر با وزنه شود کرونا شدگی میگن وجود در توجیکستان ویا یگان مایده زیخ نیستن از این. بله تشکر به شما. آنم خیلی برادر رحمت سلامت باشید. سلامت باشید. حتما من به دوستهای شما طرفدار هستم جانبدار هستم همصدا هستم و واقعا تشکر به همین دختران تاجیک که امروز رنج کشیده ایستادن و یک نفرش میداند که حکومت تاجیکستان فشار آورده ایستاده است که نگوید در تاجیکستان کرونا ویروس است. به هر حال برآمد گفت که 100 نفر
در بیمارخانه ها طبق معلومات ما با کرونا ویروس گرفتار شدند و او رو از وظیفه‌اش سبکدوش کردند و میدونست که اگر این حرف رو بگوید از وظیفه‌اش سبکدوش میکنند لیکن بگفت. بله بله رحمت به هوایو. بله ببینید بر رادیوی آزادی با خبرگزاری از پلیس ان همین دکتران معلومات دادند. همین دکتران معلومات دادند گفتند که کرونا ویروس در تاجیکستان وجود دارد. حکومت دروغ میگوید. حکومت دروغ میگوید کرونا ویروس در تاجیکستان وجود دارد. ببینید همین دکترها میدونستند که این گپ‌هایشان این گفته هایشان چی پیامد دارد لیکن گفتند از وظیفهشان سبکدوش شدند لیکن در پیش ملت سیاهرو نیستند. در پیش ملت سیاهرو ویدوشون قبول نکرد. ویدوشون قبول نکرد. رحمت کلان. ببینید همین دکتر در هر کجای باشد عزیز است. خصوصا نفرانی که همون دکترانی که به حرفای این حکومت گوش داده طبق سیاست ویران سیاست پر از فساد این حکومت فعالیت میکنید 1000-2000 سامانی معاش گرفته با پاره با کیسه مردم چشم اندازی شکمتان را سر میکنید. در دنیا از طبیبی دیده عزیزترین کسب نیست. در تمام دنیا دکتر عزیز است. نفرانی که در تاجیکستان جای کار نیافتند دکتران جای کار نیافتند جای کار ندادند در بیرون برآمدگی هستند. در روسیه خونه دادگی هست معاشی بلند دادگی هست حتی نفقه خوب میگیرند نفرانی که سینشون به نفقه رسیدگی است. زندگیشون چند برابر تاجیکستان خوب گذشته ایستاده است. اما شما باشید چی هم همین سیاست ویران همین سیاست کرناشایم را جانبداری میکنید و هم در قشاقی زندگی میکنید و هم برای اون که زندگیتون خوب گذرد مجبورید که به کیسه مردم چشم الو کنید. مجبورید که دست گدایی به سوی مردم دراز کنید. یک نفری صاحب کسبی که از کسبش از همه عزیزترین است در هر کجای باشد آبرو دارد حرمت دارد احترام دارد. به همین خاطر همین دو تنگه یا که 2000 سامانی شما یک سیاستی خطا یک سیاستی کارناشایم یک سیاستی ظالمانه را پیگیری طرفداری میکنید یا اینکه خاموشی را پیشه کرده اید. خواهش میکنم از شمایی که در این حالت هستید خودتان را بشناسید. برای ملت از شما دیده عزیزترین نفر نیست. همچون طبیب مردم شما را هر کجای باشید نوری دیده میکند. یک جویش درد کند شما به یادش میبیایید. یک جویش درد کرد نه فقط این کرونا ویروس که حتما نفرانی گرفتار شده به کرونا ویروس مرگشان رو انتظار میشوند. یک جویش درد کرد حتما شما طبیبان به یادش میبیایید. برای همین شما قدرتان را بدانید قدرتان را بشناسید و مثل انامین نفرانی که امروز حقیقت را گفتن باید شما نیست حقیقت را بگویید. وقتی که شما حقیقت را بگفتید این حکومت دست پا میخورد. این حکومت به سوی مردم میبیاید به سوی مردم نگاه میکند و حتما به فایده مردم کار میکند. اینها زبان شما را بسته چشم گوش و دهان شما را بسته سیاست فساد سیاست افلاس خود را پیاده کرده ایستاده‌اند. به اینها فرق ندارد که تمام ملت مرده میرود. حالا برادر مناسب شو بفرمایید. یک سخن برادر صبر بفرمایید. همین دکترها گفتنی هستم که حقیقت را گویید. خیلی که شما حاضر قید کردید برای یک دهن نانتون شما گروهتون میسوزاند مسلمانو آخرتتون میسوزاند. اما این فکر کنید مردم. همین یک گفتنی بودم. تشکر به شما برادر مناسب شو بفرمایید. تشکر زیاد. السلام علیکم مکای شوقت اکای افسردوام به همه بینندگان برنامه شما. تشکر. امروز موضوع بهترین بود که درویم یک دو سخن کنیم برای همین دکترها. بله.
ассалому алайкум духтурои муҳтарам. духтурои Тоҷикистон, илтимос имрӯз дар бари мардум шумо бояд бошед ки пага ин мардум дар фикри шумо ҳам бошанд, дар фикри ия ҳукумати диктатурии Раҳмонов набошед. тоха барои инқилоби шумо аз ҳамин сар мешава. ростгӯӣ, роста бигем ба мардум, ҳама ростиро бигем ки мардум бифаҳма. ин ҳукумати диктатурии Раҳмонов ки ҳамин қабаҷо мекуна, ин касалӣ нестай. шумо бояд ҳақиқатро бигем ки касалӣ ҳастай. ин ҳукумат ай сиёсати худаш тарсидеста, шуморо истифода мебарад. бибинем ки ӯ вақтам ки гуфт ки неста коронавирус, шумо дар азоб будем. ин миллати тоҷик дар фикри шумо буд. шумо дар фикри миллати тоҷик будем. На Раҳмонов, на ин ҳукумати диктатурист дар фикри шумо набуд. бале. илова доред ягон чизи дигар бо гуфтани ҳастед бародар? ҳазор раҳмат ака, ҳамин барои духтурои тоҷик. ташаккур бародар. ҳоло Саддом Ҳусейн бифармоед. Саддом Ҳусейн зинда шуда омад ба фикрам. бифармоед Саддом Ҳусейн. Саддом Ҳусейн як дақиқа вақт ҷудо кунед ман ба. баромад ҳа? Суғд бифармоед. Нафаре бо номи Суғд. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Беҳикмат ҳичи намегузарад. албатта таки Аллоҳ як ҳикмате дорад ҳамин касалӣ ҳам. мисол гӯем барои шахси алоҳида ин як мушкилӣ бошад, барои миллат ин як неъмат аст. мисол ман оварда метавонам ҳар чӣ об гӯем як температури ба ҷӯш даромада нашад. 80 градус агар постоянно до нигоҳ дорид, вай намеҷӯшад об. вай бояд то 100 градус бароварда шавад. ин ҳамин коронавирус ҳам як чеҳраи дузди, чеҳраи як ғоратгари, як террористи гӯем ба ҳар суханҳои бад ном бурдан мумкин ҳукумати хато намекунем. ҳамин чеҳрашона ба мардум аён кард. он чие ки аз дигар давлатҳо ҳамчун кӯмак гирифта шуд, ба мо фурӯхта шуд. кӯмакҳои давлатҳоро ҳамчун кӯмакҳои шахсӣ пешниҳод карданд. аз ҳамин лиҳоз гуфтан мумкин ки ин як неъмат, то ки миллат сарҷамъ бошад, ҳамин касали моина ҳамчун неъмат қабул карда сарҷамъ омада озоди моро ба даст орем. ин гуфтане ки як температурае ки моро ба ҷӯш оварданаш дар кор, ин шуда гузашт. агар ҳаминам паси сар карда, мо сар хам карда, ҷим истода, забон ба муҳр зада, агар ҳаминам паси сар кунем, бо ин ғуломии мо солҳои сол, мумкин набераҳомоям ғуломитӣ гузарад. ҳамбаш бояд мо бедор шавем. ин як нуқтаи назари ман буд. бале. ташаккур ба шумо. бародар Имомалӣ бифармоед. Имом Алӣ. салому алайкум. ва алайкум ассалом. як воқеаро нақлтон мекунам. қати хонагиҳо гап зем. як хешмон гов бизнес буд. сел говуш абурдак. короче банкрот шидай, ҳозир ака маҷбура ки хати зани кӯдакош Россия брава кор кунӣ. на сабабои муҳоҷират, яъне ки сабабои зиёд шидани муҳоҷиро ина меоина овмон мезана хонагиҳош хати оилаш хати мисол Россия коркунӣ мея, барои ки дига ягон кор дига надора ки бикуна уҷа. хоб агар ҳамун барвақттар села пешгирӣ мекан, мисол ҳамун қубурро чизоро мемонданд, ҳамун кӯлоб якбор об зада буд кӯлоба як соло. ҳамчун ҳам пешгирӣ мекан, соз мекан, мисол барои села оман тайёрӣ медидан. ин дафъа мисол бо сел намезад, мардум зарар намедид. умуман ки хеле бисёр шида гиядан хеле оило ки яке аз ҳамон буд ки ман шинавидум да мисол хештавор. ина бинем ки ин чи аст? аз пайи сели омадаи соли гузашта
خیلی یوری‌های بشردوستانه به تاجیکستان ریخته بود برای ساحل مستحکم کنی، برای ساختن دنبه‌ها و هوکزاها. خبرهای رسانه‌ای شدگی هستند. این همه را از خود کرده گرفتند لیکن نساختند برای اینکه اونجا را اگر دنبه‌ها را بسازند، ساحل‌ها را مستحکم کنند، پیش راهی سیل گرفته شود، پیش خطری آن گرفته شود، دیگه این خطرها برطرف میشوند. در این مسیر به تاجیکستان دیگر گومانیتر نیپوماش یاری بشردوستان نمی بیاید. برای همین هم باید باز سیل بیاید، باید باز همه جا ویران شود و یک قسم کمش باید چند تا خانه پوشیده بدهند و این یوری های بشردوستان رو باید از خود بکنند. اینها همین چخیل است، گوشت مرده رو کنده خوردن چخیل است. یک مثلا لاشخر کارگس یگان از لاشخوری، از مردارخوری یگان نفرت ندارن. وقتی که در این باره گپ میزنی اقلا بینشون غنچه نمیکنن که یک چیزی بد است در پیش رویشون، لیکن همین بمزه گرفته خورده ای شدند از مردار خودشون بمزه رفته ای شده است، از گلیشون گذشته ای شده است. وقتی که یک حکومتدار، یک مسئولی حکومتی، یک خادم دولتی به این حالت مردارخوری آمده رسید، از وی ما باید چی امید کنیم و چگونه حکومتداری کرده میتواند وقتی که نان دهن شخص بی خانمان شده رو میخورد؟ از وی چی خیلی امید بردن ممکن است که نان دهن نفری رو که وی در دم مرگ است، از این گرفتاری به بیماری کرونا مرده رفته شده است، به خاطر بیماری کرونا ویروس یاری بشردوستانه به تاجیکستان میبیاید، یاری بشردوستانه رو از خود میکند و باز برزم اینکه از خود میکند این چیزی دیگر است. نمایش کرونا در کاردون ها، در قوطی ها نوشته شده موندگی است که این یاری بشردوستانه است، فروختنش قطعا من است، نوشته شده موندگی است. اینها چی میگن؟ ما همین ها رو خریدیم و این کمک بشردوستانه من است گفته رستم جان میبرد در چی به مردم تقسیم میکند. ببینید داماد رئیس جمهور میبرد به مردم گومانیتر پومش تقسیم میکند. یعنی گومانیتر پومشی که از خارج آمده است، پرچم خارجه نوشته شده موندگی هست، در پایانش نوشته شده موندگی است که این بیاری بشردوستانه است، فروختنش قطعا من است، نوشته شده موندگی است. این رو میگیرن از نام خودشون، شرم نیست، حیا نیست، از نام خودشون برده چیکار میکنن؟ به مردم تقسیم میکنن. ببینید به این حالت آمده رسیدگی یک نفر، به این بی‌وجدانی، به این بی‌حیایی آمده رسیدگی نفر چگونه میتواند به مردم خدمت بکند؟ چگونه میتواند یک دولت داری بکند، حکومت داری بکند؟ مردم رو شما ببینید اینها در چه حالت هستند؟ اینها یا خودشون تا درجه به حد احمقی، تا درجه به حد ابلهی رفته رسیدگی اند که به هیچ گفتار راست نمیآید، یا اینکه چیزی دیگر همین برعکس است، تا اندازه مردم رو ابله و احمق میدونند که فکر میکنن همین چیزها رو مردم صرفم نمیرود، همین فریب نیرنگ ها رو، همین دزدی ها رو دیگر مردم نمیدونند، همین خیلی فکر میکنن. شما این خوابتان رو به آب گویید، توش بیره رو خام شمرده، دیگر اون مردم عصر 20 نه، این مردم عصر اینترنت است، عصر سرعت است، این مردم عصر اطلاعات است. بله اما چیزی رو درک کردم. حالا ببینید مناقشه های داخل خانه اتون رسانه ای شده ایستاده، شما فهمیده ایستاده مناقشه های داخل خانه تون بیرون برآمده ایستاده است. چقدر خوش به ما میگوید شرم می‌داریم گفتن نمیتونه. حالا ببینید چقدر مناقشه های داخل اتاقای کاری اتون تا به ما اومده رسیده است. این عصر اطلاعات است. این چی خیلی شما پنهان میکنید. حالا ببینید شما امروز مثلا با کرونا ویروس امروز همگی 11 نفر گرفتار شدن.
همگی گفته با پیش خبر به کلمه همگی آوردن. به همین گپتون کی باور کرد؟ ببینید رجب بوی احمدزاده، خبری رجب بوی احمدزاده دودگی رئیس ولایت سوخت از خبر شما خیلی فرق میکنه. در یک ولایت سوخت از تقریبا زیاده از 45 نفر گفت، همین خیلی گفت یادم نیست، لیکن انیقش گفت که 8 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده هستند. در یک ولایت سوخت 8 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده باشند، چه شما 11 نفر میگویید؟ برای همین شما دیگر نمیتوانید مردم رو فریب کردن. با مردم صادق باشید، با صداقت خدمت کنید، خدمت میکردگی باشید. اگر فکر خدمت رو داشته باشید، فکر خدمت رو نداشته باشید، مردم حتما شما رو برطرفتون میکنند. حتما کسانی رو به جایتون میبرد که از روی قانون کار میکنند، در خدمت مردم میشوند. شما به این راضی شوید، دیگر راه ندارید. جان میزنید، همین جان زدن تو فقط تاجیکستان به عقب میبرد، اما دیر یا زود از بین میروید. همین جان زدن های امروزه اتان، همین دروغ با فریب با نیرنگ با فساد جان زده ایستادید، پاچک زنه کرده ایستادید، مثل یک مرده که مثل یک نفره که مرده ایستاده است و جان میکند، در همین حالت هستید. این دروغگویی هایتون، این فریبکاری هایتون، این نیرنگ هایتون همش سببش همین است که شما نشانه آن است که شما جانکنی دارید. حالا یک زنگ را از واتساپ گوش میکنید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت، ساز شما خوب؟ شکر پروردگار که ساز خوب هستیم. چه خیلی که میبینید؟ بفرمایید. اکای شوکت، ما برنامه شما را بسیار تماشا میکنیم و گوش میکنیم. تشکر. لیکن ای داخلی وطن زنگ زده سیمو. معلش لیکن ما مقصد شما را نفهمیدیم راستیگه. دبای؟ من در حال فهمیدم، از رقمتون معلوم است که از داخل تاجیکستان گپ زده شده. بفرمایید. ما میخوام که مقصد شما را بفهمیم. مقصد شما این سوال است. مقصد یگان جای تنقید یگان وای نیست. بله. همین مقصد شما آبادی تاجیکستان را برطرف کردن یا که یگان پیشنهاد کردن، یا که شما مقصد برنامه‌تان تو که غیبت کردن و مردم با فریب و نیرنگ بردن؟ همین مقصد شما را من نفهمیدم. این سوال یکم. سوال دوم همین که شما اینقدر ای ترقیات و اینقدر ای عصری پیشرفته و از چی گپ میزنید؟ شما برای بهبودی مردم یا که برای بهبودی مهاجر یا که برای بهبودی تاجیکستان یگان پیشنهاد کردید یا که یگان مبلغ گذاری کردید؟ همین یگان کار کردید که منفعت آور باشد، غیر غیبت و غیر همین کاری که شما وقتون کار میگین و مقصد میگه که ما کمبودی های دولت آشکار میکنیم، مردم بگذار بفهمن در انتخابات انتخابی خچونه درست بکنن. اگر شما در جای همین دولتدارا میبودید چی کار میکردید؟ که یک پیشنهادی عاقلانه بکنید، چی کار انجام میدادید؟ تشکر به شما. بیاید از همین سوال آخرانه تو سر میکنیم. بله؟ اگر در جای همین حکومت همین روزه دلخواه نفره که معلومات میانه دارد به سر قدرت بیاید 10 برابر حکومت همین روزه تاجیکستان رو پیش میبرد. چیکار میکند؟ یک آزادی نسبی رو به مردم میدهد. به مردم حق میدهد که آزادانه تجارت کند. به مردم حق میدهد که آزادانه استحصال کند. مردم حق میدهد که آزادانه در تاجیکستان گپ بزند، به خطاگی ها اشاره بکند، برای مثل صبر برادر، من شما را نبریده تا آن که گپتان رو تمام کردید گوش کردم. خواهش میکنم گوش کردن رو هم یاد بگیرید، همین هم پیشروی تاجیکستان حساب میشود. همین قدر بس است که یک نفر تاجر آزادانه تجارت میکند، تجارتش پیش میرود. یک نفر استحصالگر آزادانه استحصال میکند، استحصالش پیش میرود و چند نفر رو به کار قبول میکند و جای کار میآفرد و چند نفر از مهاجری خلاص میشوند و به یک نفر زیایی که فقط بجز تملق گویی، بجز حمد و ثناگویی به پیشوا دیگه گپش خریدار ندارد در حکومت، تمامی
کمبودی های تاجیکستان را دیده میبراید، به ادبیات اهمیت میدهد و سطح فرهنگ کشور را بالا میبردارد، به جای آنکه وقتش را به حمد و ثناگویی به پیشوا صرف کند. همین بس است، هیچ خدمتی دیگرش در کار نیست. همین بس است که تاجیکستان 10 برابر همین روزه پیش برود در زینه های اولین. هیچ دیگر در کار نیست برادر عزیز. سوال آخرانتون، این حکومت امروزه، همین حکومت همین روزه را اولین کاری نفری که میبیاید از دستش تمام تجارتی که مال ملکی که دارایی ملتی که گرفته است به آفشورها برده است به تاجیکستان برگرداند. بودجه 10 ساله تاجیکستان پر میشود برادر عزیز. بودجه 10 ساله تاجیکستان پر میشود و 10 سال میتواند که مردم انداز نسپارد. حتی همین دزدی های غارت های حکومت همین روزه، یعنی اویله رئیس جمهور را از آفشور برگرداند به مردم به ملت برگرداند، 10 سال میتواند که حکومت نوی که به جای حکومت امروزه میباید الټرناتیو 10 سال میتواند که از مردم انداز نگیرد. فهمیده ایستید؟ سوال آخرانتون، حالا من به سوال آخرانتون جواب دادم. برادر عزیز، شما گفته ایستید که شما درباره غیبت گپ زدید. اینجا من برادر عزیز، من هیچ کس را حاضر غیبت نکرده ایستادم. همه نفرانی که مسئول هستند به این برنامه های من شخصانی مسئول دارند که این برنامه های مرا گوش کنند. من چی گفتم به آنها برده رساند. آنها با من هم به تماس میبرایند. ایده معینشون با من هم به تماس میبرایند برادر عزیز. و همه نفرانی که شما گفته ایستادید که شما اونها رو غیبت کرده ایستادید، غیبت نه. گپی که تو میتوانی برای یک نفر بگویی غیبت حساب نمیشود. غیبت از پشت کس گپ زدن است. من از پشت کسی گپ نزدم. من پیچر نکردم. من آشکارا از عصر حاضر، از شرایط عصر حاضر استفاده برده روبرو گپ زده ایستادم با حکومت تاجیکستان که همین روبرو گپ زدنم به من صدها خطر ایجاد کردگی است. صدها خطر دارد. جانم در خطر است. لیکن برآمده گپ زده ایستادم تا اینکه ملتم بفهمد که واقعیت در کجا است، حقیقت در کجا است. برادر عزیز، انا برای همین هم برادر عزیز، این غیبت نیست. این گفتن سخن حق به سوی ظالم است، بر روی ظالم است. طلب عدالت از یک حکومت ظالم است برادر عزیز که حال حاضر ببینید صدها نفر دانشمند داریم که از دستشون این کارها میبیاید، از ترس جانشون نمیکنند. یک دست به دهانشون، یک دست دیگرشون در جای دیگرشون شیشتند از ترس همین حکومت که نوادا من واقعیت را بگویم، حقیقت را بگویم، جویم پشت پنجره زندان می شود. برادر عزیز، حالا ببینید من پشت پنجره زندان نشدم، لیکن تا اینکه پشت پنجره زندان شوم چقدر از واقعیت های تاجیکستان را به مردمم گفتم و نفرانی که حاضر از من خوبتر و از من بهتر برنامه ها کرده ایستادند، به واقعیت کشور، به سیاست واقعی کشور مردم را شناس کرده ایستادند، جان آنها هم در خطر است. آنها ایدهشان از من بهتر خوبتر این گونه برنامه ها را برده ایستادند که حالا زندان نشدند، پشت پنجره زندان نشدند، لیکن مردکچه حقیقت را گفته، واقعیت را گفته، طلب عدالت را کرده ایستادند. و وقتی که پشت پنجره زندان هم میشوی اینقدر علامت نمی کند که نگفته و نشنیده پشت پنجره زندان شدی. اینقدر گوشت بدنت رو نمیخوری که یک کلمه گپ نزده، یک کلمه نگفته. کسانی که این گپی من به شما هم تعلق دارد، نفرانی که یک حرف نگفته پشت پنجره زندان شده اید، احتیاط کنان و چند نفر حالا دوستان من، رفیقان من که حتی با من صحبت کردند و میترسند. چند دوستانم مدت 5-6 سال باز گپ زدگی نیستند، دیروز میشنوم همشون رو جمع کرده برده است، 4-5 نفرشون رو. بهترین دوستان، رفیقان نزدیک من که از با من صحبت کردن میهراسیدند، از یک کلمه گپ ضد حکومت گفتن میهراسیدند، تمام همین واقعیت ها رو میدونستند، ظلم این زلالت و این فساد رو میدونستند، گپ نمیزدند، حرف نمیزدند.
دهانشان مهر بس زدگی بود. لیکن در همین حکم ما با جناب عالی چیکار کردیم که با جناب عالی چی گناه کرده؟ ما با جناب عالی گفته شده بودن، برداشتن بردن جایشان رو پشت پنجره زندان کردن. هیچ نفری آزادی خواه برای این حکومت یگان صابون شستن نفری آزادی خواه را برای این حکومت تازه کرده شسته پاک کرده نمیتواند. برای همین برادر عزیز این غیبت نیست. و یک سوال دیگرتون، من به این ملت چیکار کردم؟ برادر عزیز همین چیکار دیده ایستادید که من چیکار کرده ایستادم؟ انا همین چیز از دستم می اومدگی چیز است. انا همین چیز به خودم هیچ فایده ندارد، برعکس به خودم ضررها دارد، به جانم تهدیدها دارد. مقصد سوال من انا همین سرم کال، ریشم سفید، همین در راهی همین واقعیت گویی حقیقت گویی شده است. به خودم هیچ کار نکردم. انا همین به خاطر ملتم است، به خاطر وطنم است، به خاطر آبادی وطنم است. شما وقتی که به من این سوال رو میدهید که تو به ملت چیکار کردی، شما پیش از آن خود رئیس جمهور رو بپرسید، اهل اویلهش رو بپرسید که این همه دارایی ملت رو شما گرفته ایستادید کی سری میشوید؟ کی به ملت کار میکنید؟ کی به ملت خدمت میکنید؟ شما آیا از ده یک حصه گرفتگیتون با قیمتی از ده یک حصه دزدیدگیتون غارت کردگیتون به ملت خدمت کردید یا نه؟ ما که از یگان دارایی ملت رو از خود نکردیم، یگان مال ملک دولتی رو به یغما نبردیم، ندزدیدیم، به آفشور نفرستادیم، به خارج نفرستادیم. شما از ما پرسیده ایستادید. کی شما برادر انصاف کرده میپرسید که این مبلغ هایی که شرکت ایرس جمع کرده ایستاده است کی بس میکند؟ کی شما به خدمت کنی میگذارید پول جمع کرده رو بس کرده؟ شما از شرکت سامان ایر کی سوال میکنید که کی نرخ هواپیما برابری نرخ هواپیمای کشورهای همسایه میشود؟ کی همین رو میپرسید شما؟ شما کی میپرسید که کی کارخانه تالکو، شما کی میپرسید که کی کارخانه تالکو از قرض خلاص میشود؟ کی شرکت برق تاجیک که فقط پول جمع میکند خلاص دیگر یگان ریسک ندارد؟ این برق میوه نیست که پوسیده ضرر بیند. برق از شرکت استحصال کننده برق گرفته می شود، فروخته می شود، تمام در مابین فقط فروشنده وجود دارد. چگونه این قرض دار می شود؟ کی شما از قرض میبرید؟ این سوال رو کردید یگان بار یا نه؟ کردید در عمرتون یگان بار؟ یگان جا نوشتید همین چیزه؟ از روی انصاف بگویید نوشتید در یگان جا همین چیزه؟ نه نوشتید. برای اینکه شما شجاعت جسارت این کار رو نبودید، نمیتوانید طلب حقیقت رو کردن، نمیتوانید. وقتی که طلب حقیقت رو کردن نمیتوانید، این وینگ وینگاتون برای چی؟ بفرمایید اکنون گپ به شما. فقط مختصر تو اینکه نوبت رو به دیگران هم بدهیم، فقط مختصر. مایلش فهمیده شد. اکا همین سوالای من دادم، در یگان سوال جوابی مشخص، جواب قناعت بخش ندادین اکا. یک چی در آخر میگم، قناعت شدن یا نشدن این کار شماست برادر عزیز. همین قدر. مایلش من یک در آخر یک سخن دیگه میگم و تمام میکنم. اگر ما فکر میکنم، فکر شخصی ما فکر میکنم که اگر همین جناب عالی با مردم تاجیکستان اگر در کار نمیبود، مثل حزب نهضت تاجیکستان، مردم تاجیکستان پمیدور شب کرده رای تاجیکستان بیرون میکردن. اونجا مردم تاجیکستان وجود نداشت. اونجا برادر عزیز نوارش در دست ما وجود دارد. هر یک پمیدور شب کردگی نوارش در دست ما وجود دارد. یک دویم است برادر عزیز، دویم است. شخصانی پمیدور شب کردگی گپ زدگی هاشون وجود دارد، خود اقرار کردگی هاشون وجود دارد که کی آنها رو فرمودگی. برادر فهمیدید؟ این گپا رو یک سومونه. این گپا دیگر راه نمیگردن. شاید از پمیدور شب کردگی یک شما بودید. مردم تاجیکستان آوازتون نهایت اصلا مردم فهمیدید سودید برادر عزیز؟ پمیدور شب کردگی ها زبان کوتاهانی امنیت و زبان کوتاهی وزارت کارهای داخلی بودند که آنها را گفته بودند که اگر همین کار نکنی
ما تو رو میبریم جزاتو میتیم، ما تو رو میبریم محکمت میکنیم، پشت پنجره زندانت میکنیم. آنها جان خودشون رو خریدن، ما آنها رو بخشیدیم برادر عزیز. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آنها گفتن که ما جان خودمون رو خریدیم، ما رو مجبور کرده قبض آوردن. که شوکت اجازه بدین ختم یا صحبت کنم. تمام کردید گپتون رو برادر عزیز. این گپا رو مونید دیگه. حال حاضر انا همین گپتون طبق همین سیاست همین حکومت است، طبق سیاستی نظر فریبانه همین حکومت است برادر عزیز. چیکار میکنیم؟ نظر این مردم رو فریب کرده، مردم رو به یک حالت دوچار میکنید که یعنی مردم به شما باور کند که شما همین دروغاتون راست است. آخر بس است. این نظر نهایت تنگ است برادر عزیز. جان برادرم، جان هموطنم، جان هم ملتم، دیگر این فریب کاری رو بس کنید. این فریب دیگر راه نمییابد. این فریب دیگر یگان به شما کار نمیدهد، به شما هیچ فایده نمیدهد. و بس کنید. نظرتون رو تنگش رو ببینید که با چی گپ‌ها مردم رو باور کنند. اکای شوکت شما میخواهید که ما در 30 سال استقلالیت 200 ساله استقلالیت امریکا را بگذاریم؟ نفهمیدم. شما میخواهید که ما در 30 ساله استقلالیت داریم 200 ساله استقلالیت امریکا را بگذاریم؟ نه برادر عزیز. پرزیدنت علی شاه تمام. امریکا چیکار میکنه برادر عزیز؟ سخنرانی شما همین خبر برادر عزیز، شما که درباره در 30 سال نزنید. برادر خواهش میکنم یک دقیقه برادر، التماس امریکا رو گپ نزنید. مونید امریکا اون طرف اقیانوس است، اون طرف اقیانوس است. حالا شما نه ما سوال مدادم برادر عزیز، خواهش میکنم آوازش رو خاموش کن. اول گپ رو گوش کرده بعد گپ زنی رو یاد گرفت. سوال رو دادی، من جواب داده ایستادم. اول جواب رو گوش کن. جواب رو گوش نکرده تو چه خیلی گپ میزنی؟ سوال دادی اول جواب رو گوش کن. برادر عزیز، امریکا رو یک طرفمون اون طرفمون بیا در امور دموکراتیک کنونی جامعه، از بین بردن فساد و چند چیزهای دیگر ما چند کشوری اول افریقایی رو پیش گذاریم. خواهش میکنم اول در همین حالت ها بس کردن فساد، کروپسیه، پیش رفتن علم فرهنگ، زباندانی، اقتصادیات، در همین حالت ها ما چند کشور افریقایی رو پیش گذاریم در تامین اینترنت، آزادی وسایل اخبار عامه. اول بیایید در چند کشور افریقایی رو پیش گذاریم، بعد درباره آمریکا گپ زنیم. این رو یک سمونه. بیایید از این ننگی که از چند کشور افریقایی حقیب هستیم، حتی از افغانستان کمک بشردوستانه میگیریم، اقلا از این ننگ ها بیرون برایم، بعد گپ زنیم برادر عزیز. خواهش میکنم برادر، تشکر به شما. حالا اینجا چند نفری به ما پیوستن، خواهش میکنم من اینها رو ببینم. سلام علیکم آقای شوکت جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بفرمایید. الو، مهاجر گپ زدنی هستند، بعد از آن عزت امان بفرمایید. گپ زنید برادران عزیز. مهاجر بعد از آن عزت امان، بعد از آن از ناامیدی ها به امید است. آماده شوید. مهاجر گپ میزنید. مهاجر السلام علیکم اکا. همه اکم گفت که مختصر چون که شما گپ زده هستید. مایل همه اکم گفت که باید مردم گوشت بخره و یا یگان چی بخره. همسایه من 15 روز شد کسل کرونا در درون خانه، فقط همسایه ها را زوره کرد، اعلان کرد که یگان چی برای من خوردنی بیاره، پول نداره، هم بیچاره دکتر بروه. یگان دکتر نمی بیایه و خبر نمیگیره. یکمش انا یک چیزی دیگه کرد. دویمش که همه درباره اون برادر گفت که دو در تاجیکستان کوارتیر در تاجیکستان از همه چیز اوج گرفته گه، همش در دست همه اویله های، همه که دو میسازن کریششون اویله های. وقتی که ببینه اگر 100 کوارتیر باشه، در 100 کوارتیر پول 300 کوارتیر میگیرن. وقتی که 300 کوارتیر وقتی کوارتیر رو در آدما دادنی شدن، این 200 نفر میبینن میگن ما در کوارتیر، میگن نیست کوارتیر نمیتین. اینا یگان جا پروکراتور میرن، تمام جا میرن دعوا کنی میرن، یگان جا نمیگذره، چون میدونن که آخر کریشش هوایی. بعد چیکار میکنن؟ با
ناشناس میکوان آدم میکوان میبیاین آخرش با میبیاد در همه اویله میزنه بعد اگر در $30,000 گرفتگی باشن همه اویله در $10,000 آدمی همه اویله در میتین یا آدم اویله ابرد $20,000 شونه میتین همه آدم 100 بار شکر میگه که من $20,000 ما گرفتم دیگه یگان چی نمیکنه خرسان میشه هم باید تقسیم میکنن بخشش کلان نکه این همیقه گپ داشتن. تشکر به شما برادر عزیز. عزت امان بفرمایید. عزت امان بعد از اون از ناامیدی ها به امید است. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. فقط مختصر که وقت ما نهایت کم مونده است. دیان ما می‌خواستم قطعاً برادری که از گپ زی سبب قطعاً صحبت کنم برام. به فکرم برآمد. بله برآمد است. پس خداحافظ ما می‌خواستم قطعاً صحبت کردنی نیستید؟ همین برادری که از ایمی حکومت تعریف داشت از هم برآمد. بله برآمد است. تشکر عزیز. ما گپ زنم باجو. خب از ناامیدی ها به امید است گپ زنید. سلام علیکم آقای شوکت جان. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. همین برادر که نسبت چی گپ زدن که پامیدور شاب کردن هم یک اسپکتاکل همی حکومت بود که همی کار تشکیل کرده بود همون آدم همی کار خودش تشکیل کرده بود در همون جاش گفت که بخشش پرسیده بودی کار حال خچه یافته بود نه که اگر ما از همون منطقه کلوب هستیم مردم منطقه کلوب یک فریفته همی کار همی حکومت شید نه که وظیفه فهمیدن اگر که همین مردم برگردن و مهاجرت یا که در همونجا صدا بلند کنن مردمی همون منطقه کلوب باوری دارم که پامیدور شب نه تپک شب میکنن میره دیگه با همین کاری کردگیش که همین خیانت داخل همین ملت همین خلق کرد تپک شبش میکنن تپک خوکش همین ترش قطعی و همین خاطر هر کس گفت که گپا دانسته گپ زنه فکر کنه گپ زنه مثال یک چیزی که پیش بود او چیزا میگم که منطقا یگان چی نبودم را حکومت اسپکتاکل حکومت بود که تشکیل کرد بعد برادر التماس همین اکای بودر در یک خدمت های میبخشن مورد استفاده میبرم در همونجا لینگراد برادر قضا کردگه همونجا چی داکیومنتش موندگه همین چیکار کنیم که خطی اکای بودر بگیریم اگه خدمت کدا بتونم برای همون برادر خدمت میکرد اگه مالک بچه قضا کردگه همین سال کوروناویروس همونجا خدمت در کره همین اکای بودر اگر عدس بیای اگر یک گلاش کنیم هم قدی باید نمرش پیدا کنیم سلامت باشه برادر بهادر بفرمایید اول سلام علیکم آقای شوکت سلام علیکم آقای اسدالله او برادری که آجی گفته سه و برادر ما کم نیم اگر هم برادر باشه با فکر ما کم نیم کمک کن حملت از برادر فریفته شدگی است مغزش شسته شدگی آوازی ما مثل که بله آوازتون خوب است امی نه آوازی امی ما یا جدا شش تایی بیم یا سه برادر رو گفتن که همتری یک کس گذشته های دنیا راست دروغ اینه که همه کمک اگه چند برادران فهمیدن چیزا کمک کن نه که برای های نمی یک کس برآمد گفت که حزب اسلام گفت سنگ شپه کن پامیدور شپه کن اگر رحمانوف مردر میشید امی هایی کوروناویروس اینا میخواست با روسیه با امی سنگ پترزبورگ یا با روسیه را می اومد نگاه میکرد قطعی مهاجرا و میخواد نگاه میکرد ما چه خیلی برای تخم شپکش میکنیم نه که هیچ وقت خرسان نشن که برای یک پامیدور یا سه حزب اسلام چی مثال همین آدمای که در چیز اسلام وار از این خرسان شدن که ما ایمینا تیار بودن که رحمان فقط تخمی پوسیدگی قطع بزنیم تخمی بو گرفتگی قطع بزنیم امی قما گفتنی ما که ما باور که تاریخی جان ما میگم که تو هاجی اپای ما را بردگان در بالنسای پسیخ بالنسا در محکم کردن هر وکولای نو چیز از است ما نمیدونم و چی دل ندارن نه که چی کاری کسین کو کلاغاسی رحمان همه ای کار دته اوج جزا میگیره یگام اشکی مادر خط اوج شاد نشد بهادر ببینید برنامه ما هجوم سخت کرونا ویروس به تاجیکستان است حالا اینها یگان نفره که از جانب حکومت برآمدند یگان نفرشان در این باره گپ نزدن و کوشش کردن که موضوع از این مسئله بیرونتر رود دورتر رود و مردم رو به سوی دیگر بکشند این به خاطر چی است این به خاطر اون است که از آن
حدی که ما فکر میکنیم تصور کرده ایستادیم تاجیکستان بدتر است. وضعیت خیلی نگران کننده است. اینها انا برای همین ما در پایان نوشته موندگی هستیم که موضوع چی است. میبرایند در دیگر موضوع میزنن. در پایان نوشته موندگی در گپ درباره کرونا ویروس ساس اینها میبرایند موضوع رو به سوی دیگر میکشن. این معنی آن را دارد که در تاجیکستان وضعیت از آنی که ما تصور میکنیم بدتر است، نگران کننده است، متشنج است. برای همین ما به سر این مسئله بیاییم برادر بهادر. من چی فکر دارم؟ حالا ببینید در تاجیکستان حالا هم مردم فکری اومدن بر روسیه را دارن. حالا اینکه شرایط روسیه رو خودتون دیده ایستاده چی حالت؟ وزمین بی‌نهایت وزمین است. همین حالت رو گفته رفته ایستادیم. هر برنامه نمبر میکنیم که شرایط در مهاجرت چی است. با وجود همین مردم داراییش رو فروخته بلیط خریده ایستاده است. یعنی چی گپ است اینجا؟ یعنی مضمون این کار این است که برادر عزیز وضعیت در روسیه بد است، بله، ولی در تاجیکستان بدتر از روسیه است. برای همین مردم برای چی بر روسیه آمده ایستاده است؟ برای اون که یک کم از تاجیکستان البته که بد است ولی یک کم از تاجیکستان البته است. انا برای همین مردم میخواد بر روسیه بیاید. ببینید حالون که وضعیت روسیه رو ندیده است. در او تاجیکستان میوه دارد، باغ دارد، گاو دارد، گوساله دارد، زمین دارد، یک کارتشکا میکارد، یگان چیز میکارد، یک حاصل میگیرد، یگان زردالوی قاق میخورد، یگان میوه خشک میخورد، کارتوشکا جوشانده میخورد. یگان کار کردن ممکن است. در روسیه چی؟ در همون روز بیپول مونده، حتما دست گداییت باز میشود، انمی خیل میشود دستت. همون روز بیپول مونده، زنگ زنی را سر میکنی، 1000 روبل قرض داده نمیستی، 2000 روبل قرض داده نمیستی. حالا همین قرض گرفته ایستادی، نمیدونی که این 1000 روبل تمام شود قرض رو برمیگردونی یا اینکه قرض رو باز زیاد میکنی، از باز قرض میپرسی. وضعیت در روسیه این حالت است. ما هر روز تماس داریم با مهاجران. اما ببینید همین وضعیت رو خیش و تبار میگویند. همون نفرانی که بلیط گرفتن حالا به روسیه آمدنی هستند میگویند، شنیده ایستادن، دیده ایستادن، دانسته ایستادن، لیکن با وجود همین بر روسیه آمدنی هستند. برای چی؟ برای اون که خیلی که گفتم درست است که وضعیت در روسیه بد است، در تاجیکستان از این هم بدتر است. انا برای همین خودش بس است که بگویم که حکومت تاجیکستان دروغ میگوید، مردم را فریب میکند. فریب کرده ایستاده است، هم در آمار و هم در فعالیت. حکومت ما اوج ضعیف شدگی که نمی دسته تنمی رقصو را میبروره و فقط میگه اوج رقص بازی کنین، دروغ بگین خلقان. یکی خلق خودش میدونه که چی گپ شده است در همین تاجیکستان. ایامو در این تاجیکستان به خدا قسم اکاکو بچه زوانی میکنن بودور جان 2000 پرتو، بودور جان 1000 پرتو. اخیر راست یا با می اکا همه هم برادران اگر ببینن مرانی بخشش زبلاکی رو افکا موندم تلفن مکروز یا ما دیگه در بانک کار نمیکنم، یا 3-4 سون میگیرم خونه مونه بخورونم یا مادر اپای کسل من نگاه کنم. من نتونستم دیگه روز یا تلفن ما زبلاکی رو افکا موندم یا مدام تونستم. همین خیلی وضعیت چطور که میگن نیفتیسیم بخریم. تشکر برادر. حالا شایماش دیگه نکاکی رفتگیان توجیه پیش گرفتنی هست. ولی گپش رو بگوید. یک نفر دیگر از واتساپ زنگ زده ایستاده است. من گپ زنم؟ امام علی گپ زنید، بفرمایید. چی گفتن؟ چی گفتن بدم؟ همه آدمایی که راسیون مانیا برنختون نومنویس کنن در چی؟ در نام جو سپیسکای بکورای تاجیکستان. هم که خطون نومنویس کنن نوخیای قمه خزن مینا بچه غیرت کنن نامه کشانتونه چی باید قمه ترسین؟ یکون جوی ترس نیست وقت دوباره نومنویس که بگو که ما بکور ماده کورم بیاوی ندارم همه گوش کنین. این هم یک گادو چخیل می طلبه کو برنم دانی داریم اومال دا برن دستورتان خیلی درست کنیم بگیم بته. این هم خیلی که بگو بته ندارم. این هم گادو ری براسکی بازوری و بچین همیشه برانم جا پارت اختا بگو این هم میم برم. این هم خیلی که نو یا وقت یک تاکسی چی خچراف علاو زد نره اختون علاو نزنین دا پیش قصرشه
برین همونجا طلب کنیم بگو ندارم اینم ده همه کسا برین بشینین در پیش قصرش گرده آوری ببروه ببینه که چی گپه اوخی من نمیدونم مارشیروف کمی برای مردم چی می نمونه نه بچه بگو نمیره نخونه بگوی دیپلومش نمیتن نه تمام بیزور من دیپلومی توجیکستان نمونه همونجا هیچ شد چون نمیتن هم اونورسیت ده وقتی که هیچی معلموشون چون به سوادن هم معلمون نمونه فرزندتون یک او برادر که برو مدیجا گفت که شما غیر غیبت خیلو خیل شما عقل ندارین شما عصر 17 این عصر 7 این جای یک چیزا کلتور سیاسی میگن کار یا پیشنهاد نیست کار یا انتقاد یا مخالفینه یا انتقاد میکنن اوخی غیبت نمیچی همین ایزور دریدگی باشه کس بگه که ایزور دریدگی ترا چی قرن میکنه که ایزوری مرا دریدگی گفتی نه برای که میگد که برای بدوزیش یا هم تاری هم میگد که ایزور دریدگی میخیل هستند برادر امام علی اینها آینه رو میبینن در یک سری رویشون اوجینگ نشون میده آینه میزنن آینه رو میشکنن تمام و هم را میگم که یا عصر هفتن عصر سنگ و اموالی سنگ همش کس میخورد که یا رنگ همه اموالیان عقل ندارن همه آینه را میبینن میشکنش نمیگه که کارم میام برای میم خیلی سلامت باشین تشکر عزیز تماشابینان عزیز هموطنان گرامی ببینید شما وقتی که گرفتار میشوید نیازمند میشوید شما بدونید که شما نیازمند نیستید از شما حکومت قرضدار است شما انداز سپردگی هستید انداز زمینتون رو سپردگی هستید و عموما یک شخصی انداز سپرنده هستید انداز حق معاش از حق معاشتون از درآمدتون انداز سپردگی هستید از تجارتتون از صاحب کاریتون انداز سپردگی هستید و هکذاها وقتی که شما گرفتار شدید شما دانسته باشید که یک قرضدار دارید این حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته باشید که شما نفر از شما قرضدار هست از شما قرضدار است که این حکومت جمهوری تاجیکستان است اکنون شما گرفتار شدید نیازمند شدید باید شما پسو یک کس به من قرض بده به من پول بده کمتر کار کنم میدهم بچه هم گوش نموندگی تشنه موندگی مکتب رفتنش در کار و هکذاها میگوید از همین گپ ها ایزاکشان میگوید وقتی که همین گپ ها رو گفتنی میشوید چند وقت فکر میکنید که همین گپ رو فلانچی پول دارد و رفته گویم تیاد نتیاد خوب گوید نگوید پولش باشد نباشد چی خیل کرده گویم که به من پول بدهد و پول رو چی خیل کرده میدادگی باشم از این گونه مشقت شما بروید از حکومت طلب کنید اولین کاری که میکنید همین برادر چخیلی که گفتن بروید خودتون رو در شغل اهالی نامنویس کنید در شغل اهالی نامنویس کنید بگویید که من بیکار هستم کشوری تاجیکستان کشوری اجتماعی است طبق سرقانون بله اصول کشوری اصول دولتداری کشوری اجتماعی چگونه است کشوری اجتماعی وقتی که یک شهروندش کار تامین کرده نمیتواند تا اینکه به کار تامین کرد او را به سبب استعمال تامین میکند اصول دولتداری کشوری اجتماعی این است که وقتی که به یک شهروند جای کار تامین کرده نتوانست او را بر روی خط میگیرد و جای کار میکوبد به او به همه شرکت ها نامه میفرستد که به ما شخصانی به جای کار مراجعت کرده هستند تا اینکه او را به جای کار تامین کرد به سبب استعمالی تامین میکنه سبب استعمالی یعنی چی یعنی یک مبلغ میانه ای که یک نفر دریافت میکند و وی را در مابین یک ماه مصرف میکند به گشنگی نمیمیرد فرزندان نپوشیده نمیمانند همین رو میگویند سبد استعمالی حالا من نمیدونم که سبد استعمالی در تاجیکستان چقدر است چند پول است نمیدونم باید این دانسته شود باید این اعلان کرده شود که سبد استعمالی در تاجیکستان چقدر است چون که او خودش رو دولت اجتماعی اعلان کرده است لیکن اکثریت شهروندان تاجیکستان نمیدونند که سبد استعمالی چقدر است برای همین مردم رو فریب کرده ایستادید وقتی که این کار رو نکرده ایستادید 2 میلیون نفر مردم مهاجر شده اند بله همین جنایتاتون بس نیست وقتی که این وظیفه خود را از روی سرقانون جمهوری تاجیکستان
از روی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان وقتی که این وظیفتان را اجرا کرده نتوانسته ایستاده، یعنی جنایتکار هستید بله، ناعهده‌برا هستید بله، کارناشای هم هستید بله، کی این را به گردن میگیرید؟ از سبب آن که شما مردم را به سبب استعمالیش تامین کرده نتوانسته ایستادید، مردم مهاجر و دربدر و سرسان شده ایستاده است. حالا او خواهری که در اول برنامه برآمد کرد به نام خالف، صورتی او غارتگر را زده برآورده برآمد کرد، این خیله ها هزارها هزار نفرند که شما انمی خیل سرسان و سرگردانشان کردید، مبلغشان را دزدیدید، به خودشان نفقه اینوالید را نداده اید، نفقه اینوالیدی را میدادید، او مهاجر دربدر نمیشد. در تاجیکستان تا اون وقتی که شما مبلغش را بر میگردانیدید دربدری سود میگشت، به پروکرور مراجعت میکرد، به سود مراجعت میکرد تا اینکه حقش ستانیده شود در یک دولت حقوق بنیاد. شما تاجیکستان دولت حقوق بنیاد است. اگر تاجیکستان دولت حقوق بنیاد میبود، این خواهر سرش رو گریخته با همین اینوالیدیش دختران فرزندانش رو گرفته به روسیه نمی اومد، حقش رو طلب میکرد، به پروکراتور مراجعت میکرد، به سود مراجعت میکرد، حقش رویانیده داده میشد. این رو میگویند دولت حقوق بنیاد. پرینسیپ حقوق بنیادی همین است. حقوق مردم باید تامین باشد، حق مردم باید داده شود. وقتی کشور پرینسیپ حقوق بنیادی، حکومت پرینسیپ حقوق بنیادی کشور رو به اجرا میرساند که حقوق مردم رعایت کرده شود، حقوق مردم رعایت نشود، این حقوق بنیادی نیست. کسی که این حقوق مردم رو داده نمیتواند، حکومتی که این حقوق مردم رو داده نمیتواند، کارناشایم ناعهده‌برا حسابیده میشود و در حالت کارناشایی و ناعهده‌برایی با پنجه آهنین داشته ایستادن حکومت و به مردم ظلم کردن، این جنایت است. همین ها بس است که پرینسیپ های کنستیتوسیونی ساخت دولت داری تاجیکستان را وقتی که در سطح حکومت نقض کرده می شود، در سطح رهبریت کشور وقت نقض کرده می شود، گویا جنایتکاری کرده ایستاده. این گپ ما وقتی که از طلبات سرقانون ما طلب میکنیم، درخواست میکنیم که طلبات سرقانون رو به اجرا برسونید، چه خیلی غیبت است؟ یافتید گپتون رو. وقتی که زور بیاید از ترمین های دینی استفاده میبرید. این غیبت ترمین دینی است. بله بله درست میگید. وقتی که زور بیاید، وقتی که از دین گپ میزنید برده به زندان میاندازید. چی بیدادگری است دیگر؟ اون که غیبت کردن گوشتی برادرت رو میخوری. بله. اکای شاوکا بله. امی آدمایی که میگن میبخشین اکاجان پیش گفتون گرفتم، امی آدما امی برادرای میگن که شما غیبت کردین که ما چهره روشاد گفته سیم که ای حق حقوق زنو، ای حق حقوق یک آدم گشنب مونه، ای حق حقوق ما گپ زنیم، ما خوین ببرویم، ما غیبت کنیم، پوسکه امی غیبت برای ما را غیبت باشه، نه که ما که برای حق حقوق خنم که گپ زنیم ما را خوین بگن. این مینیسترای این نومردایی که داو درون میشنن قاید شد. برادر عزیز یک گپ هست در چی ها میگن که فان الفاحشه لا غیبت له ولا حرمت له. بله کسی که آشکارا جنایت میکند، فاحشه گفته نفری رو میگن که آشکارا گناه میکند. فاحشه گفته نفری رو میگن که آشکارا گناه میکند، آشکارا جنایت صادر میکند. فان الفاحشه لا غیبت له ولا حرمت له. کسی که آشکارا جنایت میکند و این جنایتش ضررآور به جامعه است، در وی نه غیبت وجود دارد و نه حرمت وجود دارد. این ترمین دینی است. از این دلیل هم شما غیبت نمیشوید. از ضرر شما به جامعه آگاهی داده می شود، جامعه آگاه کرده می شود از ضرر شما. این به جامعه فایده دارد. حالا یک زنگ از واتساپ اومده است برای بهادر. همگی 7 دقیقه وقت داریم. به هر دو شما هم ان شاء الله ما فرصت میدیم که آخرین حرفای خود را بگویید. زنگ واتساپ را قبول میکنیم. الو الو لبای. سلام علیکم و رحمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوقت مسئله
بیماری کووید 19. خواهش میکنم کمتر بلندتر حرف زنید. ها گوش میکنم صدایتان آماده ایستاده است، فقط پست برادر عزیز کمتر بلندتر گپ زنید، یک باطل برده با شجاعت ان شاء الله. در مسئله این بیماری کووید 19 بله قریب 2 سال شد همین بیماری جدی است. ولی مردم گوش کنین با بیمارخانه مراجعت کنید، به فلان جا مراجعت کنید، به فلان جا. همین اکثر ما در دولت رشته گذاشت با قریبی مرا گویلت یک کس بیمار نکنم گذاشت یک تشه انشالله تای پاپا کنیم ولی کار کنیم تو دیگهش خواه برادر همین شما همشهر و هموطن التجا داریم. این بیماری جدی، این بیماری شکلی هم نیست، همون در تاجیکستان هم در اسلام در همه تمام جهان. التماس ما از کفای همین بیماری 2 سال مردم کار دارم خودم شیدم گذاشتم چی یاردم چی مشورت ها کردم با این مردم ما باور که کی نفهمیدن با بیماریستان با کوری با قبرستان با فلان جا یگان جا مراجعت نکنه که مردم ما نفهمونن به فایده مخصوص در دولت روسیه به فایده التماس ما باید همین چیزایی که میکنه در بدنتون تب تشنگی به حالتی با دیگر نمود گرفتار کرد با ضرب سلفا حرارت بلند سستی همین چیزا التماس آدم بیاوه کمتر ویتامینو کمتر نو کاپینیتو میگن همو مونه کمتر غذاتون رو پرزور کنه آب بیشتر بنوشه کمپوت بیشتر بنوشه تبلت که یگام نمود یگام چی یاردم نمیکنه نیست مقابل همین بیمار آقای شوکت نیست یگام چی تبوبت کنی این دروغ هست. ما انشالله خواندگی میدونم التماس اگر دکترای شناس باشن با شما را میدونن یاردم میکنن نیست یگام گرد تبوبت میکردگی یگام انتیبیوتیک یگام چیزی همه دروغ هست. تو یک بیزنس هایی نمیدونم که اخری جمعون هیچ شای رسنم یکم بلنده ندونم هیچ که نمیدونم مخصوص آدم برای مردم خودی میدونم مخصوص در همین دولت رسیه مراجعت نکنید شما را به این نوبت میگیرن شما را همچون انسان هم قبول نمیکنن. ما در بیمارخانه بودم ما دیدم مردم خشون میدونم میکنن مردم ما را کجا نگاه میکنن کوشش کنید در خانهاتون این را باینتین خواهش میکنم مختصر کنید. التماس میکنم که خدا اه نشوه نه که شوه سی را باینتین که میان میبرانتون مخصوص نیست نابود میکن التماس غذا آب یکم شما سبیه کپ نیست تمام یکم دیگه یادان تو نمیکنه درمان خدا باشه با دوستان سلام علیکم و رحمت الله. خیلی توصیه های خوب به مردم دادید به نهایت توصیه هایتان خوب برادر عزیز. حالا یک نفر چند رقم رو به جای نامشان مونده‌اند 2507 1967 خواهش میکنم مختصر گپ زنید تا اینکه این برادرانی که انتظار هستن اینها هم خلاصه گیری کنند با همین برنامه رو جمع بست میکنیم ان شاء الله. برادری که با رقم های طولانی 2507 1967 برآمدید گپ زنید. الو میکروفونتون رو فعال کنید. شما میتونید نشد برآمدن برادر اسدالله. حالا نوبت به شما در طول 2 دقیقه خواهش میکنم گپ زنید. بله آخر سخن گفتنی هستم که تا روزی که این دولت خودکامه این که در سر قدرت هستند این فساد و این دروغگویی و شیطانی و این سپیتاکلو و این صحنه‌چی ها رو میگذرانند حاضر هم فرصت دارین که یک عدالت یک حقیقت مردم دستگیری کنین. اقلا من 3 کس از 3 روحانی را محبس جواب دادین اما خیلی نفرها خرسند شدن. از شخصا من خیلی روحیم چشید. من گفتم که بازم دعا کردم که همین رئیس جمهور باشه کسی باشه مهم نیست امام علی از دیگه است نه که عدالت در
توجیکستان میخوایم که عدالت باشد. مردم دیگه بیگناه و بگناه بوده در همون ترموهاتون هم پر شدم، ترموها هم جواب بتین دیگه برون همون طرفای نمی اروپا بیان، بخدا همین طرفای اروپا ده وزی شهرمندی همی چی گرفته سیان ایمو شهرمندی همون توجیکستان اتکاز میکنید در جمعی شهرمندی میگیرید، یک زندگی خوب و آباد و یک فرزند یک تربیتی خوب و یک چیز میگیرد. برای همو بیا همین مردمی توجیک که پراکنده نشوند، تخمش نیست نشوند، یک سرجم شوین، یک فکر کنین، دستگیری کنین، محبسا را همه را جواب دین. اون بیچاره همشون بگنان همین اساس 307 هم استاتیا یگان گناه ندارد، همش جواب دین. برون از قفوی بگو که برون از قفوی زندگیتون. همشون همون کردون و با سوادا و همین خیلیه که بود همین توجیکستان آباد میشه و بهتر میشه و بدتر نه. عدالت که شد همون الله هم خودش همون نظر همین مصیبت ها را این آبخیزی و دیگر چیز دیگه همه ای از جانب الله میشه. و خاطر همون مراجعت ما در همین حکومت رو ما وظیفه در کار نیست، ما هم یک سخن آزاد خودمون گپ زده استیم، ما را کیم چی برآورده استیم مایلش که در شهر نیست اینجا گفتن یه نفر رو بسرعت. خلاص همین یک عدالت مایلش برای من نه، برای خلقی که مسلم است ما دل ما به خاطر ما را یگان کس پول یگان فینانسیر بود والله قسم ما را یگان کس نمیده. ما این اینجا وقتی مقدس مونه که ما اومده در اینجا اشتراک داریم به خاطر که سخن حق بگوییم که مردم حقیقت بفهمه، درک کنه، این حکومتدارا رو هم درک کنن دیگه، مردم یک دستگیری کنن، یک روحیه چی بتیان اخی. خلاص دیگر آخرین سخن من همین بود. انشاءالله باز در برنامه‌هاتون پیگیری میکنیم دیگر. خلاص خداحافظی میکنم من با خاطر تشکر زیاد به شما. در پناه الله باشید. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید برادر عزیز. حالا بهادر بفرمایید. سلام علیکم بویا بورگا کا ما میقا گفتنیم که اکا جان ایمو دشمن نتروشن خداوند در توجیکستان ما عدالت بعد پا بیاید و ای همه می برادران کامی که ما را دشمن میگه که ایمو دشمن نتروشیم گلن در توجیکستان اوجه عدالت بعد پا بیاید که ایدم بیامو کامی که دشمن میگه یکم جیپ مرسیدس و همه درن خونه یعنی مینیستر بچه و همه کروگ امامالی را نگو کنن، بعد اول خلق بران نگو کنن. بعد انا اون چنان کارگران ارگان ما میدونن که دشمن کیه یکا. تشکر زیاد برادر عزیز بهادر. حالا دزدی و غارتگری را کم کنه، رحمانوف دزدی و غارتگری را کم کنه و در فکر خلق باشه، نباشه همه مال ما کرد دیگه اوجه بطن نصیب نمیکنه با خلق مهاجر که نصیب نکرد بطن نصیب نمیکنه. خدا نگهبان باشه. خواهش میکنم. تشکر زیاد به شما. حالا وقت جدا شده و ما به نهایت خود رسید. یکایی شما را به پناه الله میسپارم، به امید آبادی کشور، به خاطر گلگل شکوفایی کشور، به خاطر حقوق بنیادی کشور. الها همیشه آباد و سربلند باشید. برنامه را تمام شد گفته اعلام میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.